إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم. دایت قبلی الله تبارک و تعالی بیان نعمت وجود بر ما ذکر کرده بود که دلیل انفسی، یعنی در وجود خود انسان دلیل بالای قدرت الله تبارک و تعالی و همچنان نعمت بزرگ خود وجود انسان بود. نعمت الله تبارک و تعالی دلیل بالای عظیم میشه که انسان شکرگزار باشه و همچنان دلیل گرفته شود بالای او ذاتی که علیم است، یعنی عالم است و حکیم است. پس وقتی که وجود انسان الله تبارک و تعالی بخشیده، بعد از او انتظام بقایش هم الله تبارک و تعالی کرده. در اینجا دلیل دیگری را بر ما ذکر میکنه، امرای انعام دیگر. این انعام بقاست. پس از وجود انسان کدام اسبابی که سبب بقای انسان میشه او هم الله تبارک و تعالی پیدا کرده و در این اشاره به ایست که انسان چی ارزش داره و چی اهمیتی به نزد الله تبارک و تعالی داره. ما میبینیم آسمان و زمین و آن چیزی که در بین آسمان و زمین است همه مسخر برای انسان است. الله تبارک و تعالی را رام ساخته او را برای خدمت انسان. آفتاب و مهتاب ما میبینیم به یک وضعیت خاصه، به تاریخ خاصه، به کیفیت خاصه میبرد، طلوع میکنه و پس غروب میکنه. تبدیل شب و روز، همه حالاتی را که انسان مشاهده میکنه دلیل بالای عزیز است که الله تبارک و تعالی قابل پرستش است، کسی دیگری نیست. از او خاطر الله تبارک و تعالی توسط کیفه مسئله را ذکر کرده بود. یعنی خیلی جای تعجب است که انسان تنها در وجود خود متوجه شود، به قدرت الله تبارک و تعالی و نشانه هایش نظر بندازه، درک میکنه که قابل پرستش و بندگی غیر از الله کسی دیگری نیست. چرا همه نعمت هایی که انسان در وجود خود میبینه یا در بیرون میبینه از جانب الله تبارک و تعالی است. این نعمت دیگه است که هو الذی خلق لكم ما فی الارض. الله یعنی ذاتی که قابل پرستش و بندگی است، او ذاتی است خلق لكم که پیدا کرده برای منفعت شما. ما آن چیزی را فی الارض که در روی زمین است جمیعا تمامیشه. در روی زمین همه چیزی که میبینیم برای منفعت انسان است، یا دینی یا دنیوی، یا به ذات از او منفعت میگیره یا به واسطه. تشریح میکنیم ثم استوى الی السماء، بعد از او الله متوجه شد، قصد کرد به سوی آسمان، فسواهن، پس برابر کرد آسمان ها را، سبع سماوات، هفت آسمان، و هو بكل شیء علیم، الله به تمام چیزا علم داره. در اینجا از یک طرف برای از اینکه انسان ها درک بکنه که اسباب بقای ما را الله تبارک و تعالی آماده کرده و این اسباب بقای انسان در روی زمین است. چون سکونت انسان در زمین قرار داره، الله تبارک و تعالی نعمتهای بقای خود برای انسان در زمین قرار داده. در زمین همه چیزا مورد استفاده است. الله تبارک و تعالی برای منفعت انسان پیدا کرده. از او خاطر مفسرین نوشته میکنه که دلکم لام برای انتفاع است، یعنی همه چیز انسان از او نفع میگیره. انسان از همه چیز چه قسم نفع میگیره؟ اگر هیچ فایده دیگری نگیره، وجود همه اشیا در بیرون دلیل بالای وجود الله تبارک و تعالی است. وضعیت خاصی اشیا یا نظمی که الله تبارک و تعالی یا رنگ و وضعیتی که در همه چیزا الله نهاده، خودش دلیل بالای یکتاپرستی الله است. از او خاطر این منفعتی است که متعلق تمام اشیا میشه. اما الله تبارک و تعالی از همه چیزا فایده مناسبه برای انسان ها مقرر کرده. الله استعداد برای انسان داده که توسط استعداد خود تلاش بکنه، هیچ چیزی را در دنیا بدون فایده نگذاره. از همون خاطر است اگر ما در دنیا هر چیز مشاهده بکنیم، الله درش فایده را گذاشته، خو البته حرکت یا جستجو و تلاش به انسان واگذار کرده. چرا الله تبارک و تعالی انسان یک استعداد یا قوه فکر داده، توسط قوه فکر و استعداد انسان میتونه سری همه چیزا حکومت بکنه. از او خاطر ما یکی از جمله دلایل نعمت الله تبارک و تعالی همیسته که برای انسان قوه تسخیر داده. قوه تسخیر ایمانو الله همه اشیا را رام ساخته، مسخر ساخته برای انسان که انسان از او فایده بگیره.
از امو خاطر است فضا در خدمت انسان است، بحر در خدمت انسان است، زمین در خدمت انسان است، آفتاب در خدمت انسان، مهتاب در خدمت انسان. البته اشیا دو قسم است، یکی او اشیایی است که واقعا بالفعل یا نزدیک است که انسان از او استفاده کرده میتونه. یکی امور خیلی بزرگ است اگرچه از وس و طاقت انسان بیرون است، اما برای فایده انسان الله او را مقرر کرده، مسخر کرده. مثل آفتاب و مهتاب و سیاره ها را ما میبینیم الله او را تنظیم کرده طوری که انسان از او فایده بالا میکنه و از او فایده میگیره. حالا اگر کسی بگوید که در زهر هم فایده است، در چیزایی که سبب قتل انسان میشه مثل اسلحه چی یا مثلا مار و گشتم و چیزای موزیک انسان ضرر میرسانه، بله. اگر همین چیزا نمی بود، حتی آتش با وصفی که فایدهش خیلی زیاد است، از آتش سوختن هم میکنه، لیکن یک نوع تأدیب است برای انسان، یا داوری است برای انسان که از عذاب آخرت ای درس بگیره. اگر امی مار و گشتم ای چیزای زهراگین نمی بود، باز تو هیچ خوف هراسی نداشتی از عذاب الله تبارک و تعالی. از او خاطر انسان حتما فایده میگیره. یا است که در دنیا الله تبارک و تعالی دو قسم اشیا را پیدا کرده، یکی اونموست که ضرر به انسان داره و یکی که نفع برای انسان داره. اگر کل چیزا برای منفعت می بود، قدر و قیمت همون چیزای منفعت والا برش واضح نمیشد، چرا که هر چیز به توسط ضد شناخته میشه. صحت وقت قدر و قیمتش معلوم میشه که انسان مریض شوه، آب وقت قدر و قیمتش معلوم میشه که انسان تشنه شوه، طعام وقت قدر و قیمتش معلوم میشه که انسان گرسنه شوه. از امو خاطر است که الله تبارک و تعالی در زمین همه چیزا را برای منفعت انسان پیدا کرده. پس از این معلوم شد که در دنیا هیچ چیزی نیست که برای منفعت انسان نباشه. البته فرقی است که چقدر تلاش کرده انسان که از همین چیزا منفعت بالا بکنه. از همون خاطر است که یکی از امتیازات بزرگی که الله به انسان نصیب کرده قوه تفکرش است که روزمره قدم به قدم پیش میره و از مختلف چیزای جهان استفاده عظیم میکنه. برق ما کسی نمیشناخت، لیکن الله تبارک و تعالی به او استعدادی که به انسان داده بود توانست که از این برق چه قسم فایده های عظیم و بزرگ به وجود بیاره. برق از کجا پیدا شد؟ الله تبارک و تعالی از آفتاب، از آب، اینمی چیزها را برای ما مهیا ساخته. البته ما اگر ادعا بکنیم که کتاب قرآن کریم اولین کتابی است که دعوت به سوی تحقیقات ساینسی میده، بالکل ادعای ما بی اساس و بی دلیل نیست، بلکه انسان در حالت تحرک میاره. انسان اینطور نمیگه که تو جامد همین قسم پیدا شده ای، نوآوری باید بکنی، تو حرکت باید بکنی. هر جامعه که نمی حرکت ادامه میده سبب کامیابی و عزتمندیشان شده از نگاه مادی، چرا این امور مادی است. در این میدان مادیات هم تو اول نمره میشی. کفار توجه خود مبذول به می گپا ساخته، از همین خاطر در این میدان پیشتاز هستند و ترقی کردن. مسلمانا از هر دو ناحیه خود خراب کردن، نه دین خود خوب محکم گرفتن که واقعا با مقتضای دین ما عمل کرد زندگی خود برابر میکردن، و نه در میدان مادیات و دنیا توانستن پیشرفت بکنه، در حالی که اصل اصول اینمی اختراعات جدید مکمل توسط دانشمندای مسلمان ها تهیه شده. اروپایا مرهون احسان علم مسلمان هاست، خود اعتراف دارن که ما چیزی را نمیدانستیم، هر چی که ما داریم از ناحیه اسلام است و این نتیجه تفکر دانشمندای مسلمان است. خو مسلمان ها هم به دنیا پشت دادن، هم به آخرت پشت دادن، هر دویشه. نه دین خود محکم گرفتن و نه در میدان دنیا کامیاب شدن. امروز اینمی بلا و مصیبت دوچار همگی ما و شما شده که دنیا میخواه مسلمان ها را بیخی دیگه در حالت غفلت ببره. مردم نعوذ بالله طرف خواهشات نفسانی، عیاشی و عیش پرستی متوجه بسازه، اصل حقیقت تعلیم و اصل حقیقت درس از پیششان گم بسازه. امروز اگر یک شاگرد پانتون و محصل پانتونی ما تمام اوقات خود برای زیبایی وجود خود، کالای خود صرف میکنه، تمام عمر فقط تلفن گوشش است، فقط موسیقی میشنوه، نعوذ بالله عکسای لچه میبینه. این میسته که سبب عقب ماندگی مسلمان ها میشه، وگرنه امی قوی تفکر در هر کس وجود داره. کافر امی قدر مطالعه و تحقیق میکنه در یک میدان خود میرسانه، آیا مسلمان نمیتونه؟ در حالی که مسلمان در پهلوی خود اینطور یک کتاب
عظیم داره که تمام معلومات زندگی در او جمع شده. خو شرطش است که تدبر قوی در این کتاب الله تبارک و تعالی صورت بگیره. شما یاد داشته باشه ساینسدانا قدم خود خلاف قرآن مانده نمیتونه. آن چیزی را قدم میگذاره که در قرآن امکاناتش معلوم شده باشه که اینی چیز ممکن است. در قرآن اگر کدام چیز ممکن نباشه او مردم هم زحمت سری او موضوع نمیکشه، زحمت نمیکنه، به خاطر که میفهمن میدانن که قرآن اینمی چیز غیر ممکن معرفی کرده. از او خاطر گاهی هم نمیشه که نعوذ بالله و قدم بگذاره خلاف قرآن کریم. پس اینجاست که الله تبارک و تعالی در این آیت دو امر خیلی مهم متوجه ما انسان ها کرد. از یک طرف ما را متوجه میسازه که انسان همه نعمتهای الله تبارک و تعالی برای توسته، خود تو مرد شو استفاده ازی بکو، طریق استفاده شو بدان و از این استفاده سالم و درست بکو. حالی اسلحه های کیمیاوی پیدا شده، یا مثلا اینترنت و این چیزهای جدید که ما میبینیم، موبایل میبینیم، این پیدا شده، یک وسیله است. این وسیله بسیار اهمیت مهم داره که در دستی که قرار داره. اگر در دست شخص درست باشه فایده درست از پیش میورداره، اگر در دست شخص نادرست باشه فایده نادرست از پیش میگیره. اگر امی وسایل در دست مسلمانان باشه نتیجه خیلی مثبت داره. این برخلاف ازی دنیا امروز حراس از مسلمان داره، میگه مسلمانان دسترسی به بم اتم پیدا نکنه به خاطر که مردم از بین میبره. اما در اسلام است که انسان وادار به این میسازه که حتی ادناترین اذیت به همسایت نرسانی. به کسی که به پهلوی د موتر برای چند دقیقه سفر و منزل میکنه از یک جای تا جای دیگره، اسلام برای تو حکم میکنه که او حق سری تو داره، باید قطع از او به شیوه زندگی بکنی که هیچ نوع آزار و اذیت برای از او نرسه. در حقیقت پاسدار استعمال درست تمام اسلحه مسلمان است. کافر اینمی عقیده را نداره، او پابند از این نیست که در آخرت از پیش ما سوال میشه یا ما مورد بازخواست قرار میگیریم یا نه. از امو خاطر است کدام اسلحه خیلی زهراگین و اسلحه خیلی تباه کنی که در دسترس کفار قرار داره، اینجا محل خوف و خطر عزیز است که از این ناحیه جهان خراب شود. و ما با چشم سر دیدیم، بالکل تجربه شد که این مردم کلشان نمی قسم حالاتشان خراب شده و امی اسلحه را بیجای استفاده کرده. علتش است که و عقیده با آخرت نداره، عقیده به این نداره که الله در این مورد زندگی ما و آن چیزی که ما استفاده و استعمال میکنیم از ما سوال میکنه. از همون خاطر تبلیغات غلطی که امروز در رسانه های خبری میشه، شما اگر در یاد داشته باشه زمانی که در پاکستان بعضی مجاهدین خسته بودن، مردمایشان مقابله با امرای همون قانون غلطی که از زمان انگلیس ها برشان باقی مانده در مقابل از او قیام کردن. شما دیده که دنیا جهان در حراس بود و می گفتن که در اسلام آباد اینمی مجاهدین نزدیک شده به بم اتم دسترسی پیدا میکنه و از کدام ناحیه میترسیدن که آلی اینطور معرفی میکرد به جهان که اصلا بم اتم این مردم غلط استعمال میکنه. لیکن از مسلمان گاهی گپ دیده نشده، بلکه شما خو عملا نشان داده. امی امریکا بود که بمای اتم در سری چیستا مناطق ژاپن استعمال کرد. اسلامی کار نمیکنه. منظور است که مسلمان الله بیدار میکنه که مسلمان تو در دنیا آمده ای، این دنیا محل اقامت توست و زیر اراده و تسخیر تو قرار داده. الله بری تو قوت تسخیر داده، تو از زمین استفاده درست بکن. موقع را به دشمن نده که نعوذ بالله از موادی که در دنیا الله آفریده برای ترقی و پیشرفت زندگی انسانی مردم غلط استفاده بکنه. ما شما دیدیم که حالی از اینترنت چقدر غلط استفاده میشه، از کیبل چقدر غلط استفاده میشه، از تلویزیون چقدر غلط استفاده میشه، از موبایل چقدر غلط استفاده میشه. ما دستی امیر در تجربه میگذاریم. یک عالم و یک نفری که علم نداره میبینی عالم کامپیوترش پر از کتاب است، همیشه بحثش تحقیقش طرف مسائل دینی است، هیچگاه نعوذ بالله تصویری غلط نمیبینه. اما یک آدم فاسق ببینی کل کامپیوترش مملو از عکس‌ها و تصویرات است، تمام روز استفاده غلط میکنه. معلوم شد که اشیاء جهان یا اسبابی که الله در دنیا پیدا کرده این برای منفعت انسان است، به شرطی که در دست انسانی که واقعا انسان است در دست از او قرار بگیره، نه انسان هایی که نعوذ بالله عقیده نداره او خود پابند به یک
قانون نمیدانه و میخواه که تنها زندگی خود مد نظر میگیره، اگر مخلوقی دیگه تمام میشه هیچ پروایی نداره. جهان امروزی را میبینه، سود به مرحله آخر حاکمیت داره در دنیای غرب. سود چی میکنه؟ امو مردمی که پولی زیاد داره اونمو مردم منفعت بالا میکنه، مردم غریبه با قطع خاک یکسان میکنه. از امو و اون مردم اینمی راه را برای خود راه سعادت میدانه و نمیگه که نعوذ بالله ما ظلم کردیم سری دیگرا، میگه نه، به خود پیدا کنه. امو نفری که غریب از خودش بخیزه به خود پیدا کنه. نمیگه که اینمی استعداد اینمی انسان نداره یا امی وسیله و اسباب برش برابر نیست، باید کلگی مساویانه از استفاده بکنه. این کار نمیکنه. قرآن کریم مسلمانان را بیدار میکنه. یک نقطه بود. نقطه دیگه ای بود که الله برای شما پیدا کرده آن چیزی که در روی زمین است. انسان تفکر بکو، تأمل بکو. تو همینطور نامده که فقط صبح کنی، بیگاه کنی و خیر و خلاص. نه، تو متوجه ازی باش که الله برای تو قوی تفکر داده. از این تفکر و از این حالت خود خوب استفاده عظیم بکو. انسان باید متفکر باشه، تدبر بکنه در اشیاء دنیا. در اینجا بعضی مفسرین نوشته میکنه که اصل در اشیاء اباحت است، یعنی هر چیز مباح است تا وقتی که دلیل شرعی برای منش نامده باشه اباحت است. لیکن این قاعده عام نیست، بلکه قاعده یک قید و قیودات داره. ما سه قسم اشیاء داریم. یکی اشیایی که ضرورت اولی انسانی است، مثل خوردن، نوشیدن، مثلا تنفس، آن چیزی که ضروریات اولی زندگی انسان است. لباس، مسکن، زندگی کردن در یک جای، اصل در این چیزا اباحت است. اگر حیوان است، پرنده است، هر چیزی که است، ما برای ما استعمال از این درست است، جایز است. خوردن گوشتش برای ما جایز است تا وقتی که شریعت برای ما نگوید که اینی حیوان شما خوردن نمیتونه. شریعت تعیین کرده، یک قانون کلی را مثلا مقرر کرده، هر حیوانی که مفترس است، درنده است، دیگه حیوان میگیره، او حیوان بعد خورده نشوه. چرا؟ خوی و خاصیت و امو صفت امو حیوان به تو انتقال میکنه در وقتی که گوشت از او استفاده میکنی. پس تو نعوذ بالله همونطور حیوانی مفترس و درنده جور میشی، علیه بنی نوع خود بالای جنس خود اینمی قسم حمله آور میشی. و همچنان حیواناتی که نعوذ بالله مردارخور است، همیشه گندگی ها را میخوره، شریعت منع کرده به این خاطر که امو صفت گندگی در وجود انسان نبیه. قرآن اینمی موضوع را برای ما واضح میسازه که انسان در دنیا آمده، الله آزادی را برش داده، همه چیزی که ضرورت اولی انسان است الله مباح کرده. اما یکی مسئله عبادات است. انسان وقتی مکلف میشه یک حکم الله تبارک و تعالی را چه قسم انجام بده، کی انجام بده، به چه مقدار انجام بده، اینی موضوع بسیار مهم موضوع است. این قاعده را در ذهنتان همیشه یاد بگیره. عبادات، اصل در عبادات توقف است. توقفی معنا تو در عبادت خود تصرف کرده نمیتونی. گفته نمیتونی که من دینمی موقع تلاوت قرآن میکنم ثواب خیلی زیاد داره، نه. دینمی موقع نماز میخوانم ثواب خیلی زیاد داره، دینمی موقع درود میگم ثواب خیلی زیاد داره. از خود نه مقدار عبادت تعیین میتونی، نه اصل عبادت تعیین میتونی، نه کیفیت عبادت تعیین میتونی، نه وقت عبادت تعیین میتونی، نه جای عبادت تعیین میتونی. تو در اینجا قرار استاد استی که شریعت چی حکم میکنه. وقتی که قاعده را یاد گرفته باز بسیار مسائل حل میشه و خود به خود شما در بدعت واقع شده واقع نمیشه. دعا خودش عبادت است، بلکه عین عبادت خودی پیغمبر گفته الدعاء هو العباده، دعا عبادت است. اما اینولی به کدام کیفیت شوه، کی شوه، چه قسم شوه، اینی گپ ما تو دیگه نمیدانیم. در جایی که الله برات حکم کرده که مطلقاً دعا بکن، مطلقاً دعا بکن. خدا جایی که الله تبارک و تعالی برات اجازه نکرده مطلقاً، در اونجا تو نمیتونی. از همون خاطر ما که اعتراض سر امامای مساجد داریم میگیم اول باید این قاعده را بپذیری. قدم جناب امام صاحب کدام قاعده را میپذیری؟ این قاعده را باید بپذیری که اصل در عبادت توقف است. تو از جان خود هیچ چیزی را در عبادت کم و زیاد، کیفیتش تبدیل و تغییر، جایش تغییر، زمانش تغییر داده نمیتونی. فقط به شریعت نگاه میکنی که شریعت چه قسم بری تو فرمان میده همون قسم انجام بده. خیر وقتی که قاعده را پذیرفتی از تو سوال میکنم که اصل در عبادت توقف شد. دعایی که بعد از نماز تو متصل میکنی به هیئت اجتماعی، پیغمبر علیه السلام انجام داده یا نه؟ سند و دلیل وجود داره یا نه؟ با میق سیستم میلادی که شما میکنه آیا در شریعت وجود داره؟ صحیح است که در قرآن خوانده میشه، در سیرت بیان میشه. ختمایی که برای مرده ها میکنیم، مردم جمع میکنیم، شکی نیست که قرآن خوانده میشه. و هر کس همین دلیل میگه که قرآن عالی ثواب داره یا عذاب داره، لیکن ما میگیم این عبادت است.
این عبادت باید نقشش پیغمبر به ما تو داده باشه. اگر تو میگی که نه پیغمبر شاید داده باشه، مسئله مرده امر عادی است یا امر خیلی ضروری است؟ خیلی ضروری است. او امری که سبب بخشش یک مرده میشه بسیار مهم است، خیلی زیاد مهم است. شما چی تصور داری که پیغمبر علیه السلام همچو امر بی بیان میگذاره یا بیانش میکنه؟ با بیان، حتما بیان میکرد. ولی در یک حدیثی گپ نامد که در زمان پیغمبر صحابه کرام یک کسی وفات شده باشه و امینجا نقل شده باشه که فلانی صحابی وفات کرد، پیغمبر رفت در خانه از او امرای چند صحابه قرآن اعلا کردن، تلاوت کردن، دعا بر روح حمایت کردن. کسی ثابت کرده میتونه؟ نمیتونه. دین اینمی را میگه عبادت اصل مبنایش به توقف است، اصل در عبادت توقف است. از او خاطر ما عبادت خود تعیین نمیتاریم، فقط گوش به فرمان شریعت هستیم که شریعت برای ما چی میگه، که ما را میگه انجام بدی عمل انجام میدیم، که ما را میگه انجام نده بس دیگه خلاص است. باز عقل جنگی نمیکنم که نه این چیزی ثواب داره. امروز که هر قدر بدعت ها رواج شده، از این خاطر رواج شده که علمای ما حقیقت دین درک نکرده، نمیفهمه این قواعد اصل در دین چی است. از همون خاطر همیشه در بدعت واقع میشه. اون را خود چی میکنی؟ یکی از علما را دیروز تقریرش شنیدم، خیلی شهرت هم داره، در یکی از ولایات افغانستان است. او میگه که عجیب میلاد چطور نشوه مردم میلاد چطور نشوه؟ چی میگه باز؟ بدعت ها خودی پیغمبر گفته که بدعتی بد گمراهی است، بدعت حسنه خود گمراهی نیست. عجیبه. در او حدیث کلمه حسنه نامده، در او حدیث مطلق آمده کل بدعت ضلاله. یک عالم که امی قدر درک نتانه که نعوذ بالله کل بدعت عام است یا مطلق است، یعنی که قید سیعقتش وجود داره، یک عالمی برجسته خود میگیره و خودش میگه که آوازی مرا که یک لگ نفر میشنید. عجیب گپ است. تو تعالی را یک لفظ حدیث تحلیل نمیتونی. او میگی باز چی میگه؟ اگر پیغمبر زنده می بود بدعتای ما را او هم انجام میداد. نعوذ بالله نعوذ بالله. خب گوشیتان بگیره. این امام است. این بسیار کسرتایش در دنیا در ولایات توزیع شده، جوانا برش نشسته. الله اکبر. یک عالم در اونجا پیدا نمیشه که امو موقعی که این مردکه میگه که اگر پیغمبر زنده می بود نعوذ بالله بدعت برای ما چی میکرد؟ بگه قطمه انجام میداد. نعوذ بالله. خو که بدعتی تو را انجام میداد اونجا خو پیغمبر میگه کل بدعت ضلاله، هر بدعت گمراهی است و کل ضلاله فی النار. تمام گمراهی در کجاست؟ نعوذ بالله. خیر پیغمبرم در آتش هستد. ببینی کسی پیدا نمیشه که برش بخیزه اوجا. امیر علما وجود داره در اونجا که لا اقل یک ادنا اعتراض بکنه. یادتان باشه اعتراض بهترین چیز است. اعتراض انتقاد برای وضاحت حق این اصل حل کننده تمام مشکلات است. ما اکثر به دوستا میگم که در تلویزیون ها کدام مولوی صاحبا و مفتی صاحبا میایه و وقت بیان میکنه امی شرنگ برش زنگ بزنه بگو با کدام دلیل این موضوع را میگی، دلیل از پیش پرسان کنه. که مردم ها یکی از مولوی صاحبا را رادیو را گوش میگرفتم که گفت که پرسان کرد امی حل اسقاط در کدام قرآن و حدیث آمده؟ مولوی صاحب گفت نه آمده. گفت خیر از کجا پیدا شده؟ گفت فقهای محترم، فقهای بزرگواری را گفته که اینی تو انجام داده شد. بسیار دلم درد کرد. نمبر ختم نبود. ما گفتم این حالی که یک کسی می بود برش می گفت که فقها از کجا گفته؟ سند دارن گفته یعنی که از شکم خود دیگه پاره گفته؟ اگر فقهای گپ از شکم خود گفته برای خود گفته که 1000 افغانی را در جیب خود برای پیسه کارت خود امیر گفته باشه، باز خوی دین نیست. باز چرا این مردم انجام میده؟ اگر یکی سند داره سندش پیش کنه. خودی اعتراف داری با زبان میگی که در قرآن و حدیث ثابت نیست. چیزی که در قرآن و حدیث ثابت نباشه او دین شده میتونه؟ او ثواب داره؟ عجیب نیست. همیشه اینمی طور الحمدلله عالی در تلویزیونا سوال و جواب میشه. اینمی قسم سوال بکنی، فقط دلیل بگوی. عالی امی عالم گفته که سعی کنی اگر پیغمبر زنده می بود بدعتای ما را قطعا انجام میداد. خب تو سوال میکردی از پیشش که خوب بدعتار انجام میداد. یعنی معنای ازیره داره خیر هر کاری که ذهن تو خوب برش میگه تو او را خوب میدانی، او هیچ کدام بدی نداره. امی بدعت خیر چی را میگه؟ پیغمبر بدعت گمراهی گفته یا نه؟ خیر بدعت کدام است؟ تو عینیالی برای ما بدعت سیئه کدام میگی؟ بدعت سیئه
اما بدعتی بد برای من نشان بده خیر، مصداقش به ما معلوم شد که بدعت سیئه است بدعت حسنه است، برای ما واضح شد. عجیب نیست؟ الله تبارک و تعالی رحم بکنه. مردم قواعد یاد نداره. قاعده عمومی است که اصل در عبادات توقف است. در عبادات فقط توقف میکنی. بسیار دوستا یک موضوع دیگر بعد از چیستا در قومه که آدم سمع الله لمن حمیده میگه، باز بعد از او رفع الیدین میکنی، پس دستا را همینطور اعلا میمانی یا بسته میکنی. شیخ ابن باز رحمت الله علیه عالم برجسته سعودی بود، مفتی اعظم بود. او نظرش است که پس دستا بسته شود دمی قومه تا که دعای دیگر میگی ای که حمدا کثیرا ربنا لك الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه، یا میگی ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما شئت من شیء بعده، ایرا میگی بعد دستا بسته باشه. لیکن علمای دیگه میگن نباشه. چی دلیل اینجا وجود داره؟ ما میگیم دمی قدر عمر اگر بسته کردن دست از صحابه موجود می بود از پیغمبر، حتما یک صحابی در یک روایت برای ما چی میکرد؟ نقل میکرد. لیکن به می قدر روایات در یک روایت نامده که پیغمبر علیه السلام یا صحابی بعد از قومه دست خود بسته کرده. این نقل نشد. که نقل نشد از رکوع که پس آدم بالا میشه دستای اعلا می باشه یا بسته می باشه؟ اعلا می باشه، در مو حالت باقی میمانه. از او خاطر یک تعداد برادرای ما فعلا همین کار میکنه، لیکن دلیلشان قوی نیست. چرا؟ به خاطری که یک امر عادی نیست، این عبادت است. حتما صحابی یک دفعه نقل میکرد یک عمل که پیغمبر یک مرتبه در نماز انجام داده، صحابی همو عمل چی میکنه؟ برای ما نقل میکنه. چرا که عمل جواز میباشه. هر حرکت و عملی پیغمبر علیه السلام برای ما قانون است، از او خاطر حتما نقل میکنه. پس اصل در عبادات توقف است تا وقتی که شریعت برای ما فرمان نده ما مطابق شریعت حرکت میکنیم، از خود نمیسازیم، نمیگیم. مردم برای ما میگه دعا بعد از نماز به هیئت اجتماعی که کلگی دست بالا کنی خوب کار است، یک دفعه خوب قبول میشه، همینطور میگیم نمیگیم؟ نه، عقل من نمیجنگانیم. اگر خوب گپ است، من قاعده را به خاطر براتون میگم که شما روبرو میشید این مسئله. خوب گپ است. همین مولوی صاحب یک مولوی صاحب قدم همین بحث کرد، گفت دعا بد کار است. من گفتم دعا خوب کار است، بسیار خوب کار است، خود اینجا بد است. نه، دعا چرا بد باشه؟ خیر، من گفتم خوب است. اقرار سرش میکنی که خوب است؟ گفت بله بالکل خوب است. من گفتم که خوب است. پیغمبر کرده یا نکرده؟ برش معلوم بود یا نبود؟ از همین گپ بر من با پیغمبر همین خوب معلوم بود یا نه؟ ولی اگر بگویی که معلوم نبود، نعوذ بالله نسبت جهل به کی کردی؟ اگر میگی که نه معلوم بود، مجبور هستی که بگی که پیغمبر معلوم بود. بله با پیغمبر معلوم بود. من از تو سوال میکنم کرده یا نکرده؟ که معلوم بود، کاری خوب بود، کرده یا نکرده؟ مجبور است. اگر بگوید که نکرده، خود دلیل سرش ثابت میشه که تو چرا میکنی خیر؟ اگر کاری خوب بود، اول لمبر کی میدانه؟ پیغمبر میدانه، تو خود نمیدانی. اگر میگی که نکرده، خود سر خود ثابت میشه. اگر کرده میگی در سندشه. در کدام جای گفته؟ در کدام جای ثابت است که پیغمبر علیه السلام کرده؟ امیر برای ما ثابت کو. قطعا نمیتونه. مجبور میشن دیگه. بدعت این امیر میگه که تو عقلت میگه که اینی هم در دین داخل شوه، ثواب داره، در حالی که پیغمبر نگفته، نه ترغیب داده، نه بیان کرده و تو میگی که نه ثواب داره. دین کامل است در زمان پیغمبر یا چیزی پرزه هایش ناقص مانده؟ شما بگوید. قرآن میگه الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین برای شما کامل کردم. خب وقتی که دین کامل است، ولی گنجایش داره که من از جان خود یک پرزه را زیاد بسازم؟ ها؟ قطعا نمیتونم. میرسیم بخیر ان شاء الله در این آیت، باز اونجا تشریح میکنیم که بدعت چقدر بدی داره و در حدیث چرا بدیش بیان شده. سوم چیز در مسئله محرمات است، یعنی استفاده از شرمگاه ها. الله تبارک و تعالی اصل در فروج حرمت آورده، یعنی اصل در فروج شرمگاه ها حرام است. کسی از او استفاده نمیتونه تا وقتی که دلیل شرعی پیدا نشوه که تو استفاده میتونی. سعی کنی غیر از کنیز و زنی که به عقد شرعی گرفته میشه، دیگه کل شرمگاه ها چیست؟ حرام است. این دو چرا حلال است؟ بگوی شریعت امر کرده. زمانی که ازدواج صورت میگیره مطابق همون شرایطی که شریعت مقرر کرده که او رضامندی جانبین است، ایجاب و قبول در بین صورت بگیره، حضور شاهدان موجود باشه، مهر مقرر شوه، آلی دیگه این ازدواج شرعی است، آلی بری تو جایز است. و یک کنیزه که تو میگیری در جنگ
پاچای اسلام حکم بکنه به کنیز بودن از و بعد از او در بین مسلمان تقسیم کنه در حیثیت که کدام کنیز رسیده آلی تو از او استفاده کرده میتونی. بس شریعت دو مورد بر ما جایز کرد، خیر و خلاص، دیگه موارد منع هست. ولی ما نمیتونیم که نه اصل بگیم دهی اباحت است، نه اصل دهی حرمت است تا وقتی که شریعت برای اجازه نداده باشه. پس اشیا سه قسم شد. اشیای ضروری زندگی انسانی مثل خوردن، نوشیدن، لباس، مسکن، اصل دیا چیست؟ اباحت. تا که شریعت منع کرده نمیتونی. اینجا یک موضوع دیگه خوب شده یادم آمد، در کتابای فقه نوشته میکنه 7 چیز یا حرام است خوردنش یا مکروه است. در او جمله 7 اعضا میگه، کلپوره رم قطش میگه، اما در یک حدیث پیغمبر منع نکرده. خیر چطور؟ ما گفتیم اصل در اشیای خوردنی و نوشیدنی چیست؟ تا وقتی که دلیل موجود نشوه ما چیزی را حرام گفته نمیتونیم. از دو خاطر این قول ضعیف است، نادرست است. بله کدام چیزی که ضرر برای وجود انسان داره او به دلیل دیگر حرام شده، لا ضرر ولا ضرر، نه ضرر برای خود است نه برای کسی دیگره. کاری را انجام بده که سبب به ضرر نشوه. علی مثلا خاک پاک است اما خوردنش چرا حرام است؟ بگه پاک چیزی پاک است، به خاطری که ضرر داره از او خاطر حرام شده. دلیل پیدا شد که اینی ضرر داره حرام شد به دلیل. تا که دلیل نباشه ما او را حرام گفته نمیتونیم. قطعی تفکیک در بین سه چیز بسیار مسائل پیچیده و مغلق براتان حل میشه. و مفهوم بدعت قطعی او ملاهایی که قطعتان بحث میکنه قطعی از هم شما چی میکنی؟ دلیل گفته میتونه. برات میگه وی لاسپیکر بدعت است. این چیزی چی نیست، ثواب نمیدانه. کسی که در لاسپیکر گپ بزنه ما میگیم اگر به لاسپیکر گپ بزنه ثواب نداره، اگر در لاسپیکر گپ بزنه ثواب داره. کسی عقیده را داره؟ ما این جزء دین ندانستیم، یک وسیله است، یک وسیله است استعمال میکنیم. تو باید بدانی یکی جزء دین جور کردن است، یکی وسیله است. که بخیر پشت سر بحث بدعت هم میاد آیت بدیع السماوات والارض. در اینجا الله تبارک و تعالی برای ما فرمان داد که در دنیا در روی زمین همه نعمت‌ها برای شماست او شما نفع گرفته میتونی. ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات. برای منفعت شما الله قصد کرده طرف آسمان و 7 آسمان الله پیدا کرده. زمین پیش از آسمان پیدا شده، اما کوها را وضعیت زمین کیفیت زمین برابر شدن بعد از پیدایش آسمان هاست. این کلش برای منفعت انسان. و هو بكل شيء علیم. الله تبارک و تعالی بالای تمام چیزا علم داره. مصلحت هر چیز کی میدانه؟ الله. این به منزله دعواست که الله بالای هر چیز علم داره. چرا ملائک علم نداره؟ جنیات علم نداره؟ پیغمبران علم نداره؟ پشت سر کی کدام آیات ها میآید امی ارسه چیستا دعواها را رد میکنه. که کسی که میگه جنیات علم داره رد میکنه در این آیات، کسی میگه ملائک علم داره اینجا رد میکنه، کسی میگه پیغمبر علم داره رد میکنه. در بین مخلوقات همی 3 طایفه برتر طایفه است، یکی انبیاء علیهم السلام، یکی ملائک و یکی هم چیستا مخلوق دیگه جنیات است. ارسیش علم نفی میکنه. پس علم خاص برای کی میشه؟ الله. قدرت خاص برای کی بود؟ الله. آسمانا را کی پیدا کرد؟ تو را کی پیدا کرد؟ زمین برای تو کی پیدا کرد؟ قدرت تو تصرف هم از الله، علم هم از الله. خیر لایق بندگی برای کی؟ غیر از الله دیگه کس نیست. این دلیل میشه بالای از او. یا ایها الناس اعبدوا ربکم. یا ای مخلوق یک الله را عبادت کنه. چرا؟ به خاطری که قدرت کامل علم وحید برای کیست؟ برای الله است، کسی دیگری نداره. وی چرا پیغمبران نمیفهمه؟ ملائک نمیفهمه؟ دلیل براتون میگم. و اذ قال ربک للملائکه، قابل یادآوری است در آن وقتی که گفت الله تبارک و تعالی ربک پروردگاری توی پیغمبر علیه السلام، للملائکه برای ملائکه، انی جاعل ما گرداننده استم فی الارض در روی زمین خلیفه، کسی را که یکی پای دیگه بیاید تشریح خلیفه را میکنیم. این دیگه نعمت است برای انسان. یک نعمت وجود بود، دیگه نعمت در زمین همه چیزا را برای تو پیدا کرد. دیگه نعمت پیدا کردن آسمان ها بود. آل دیگه نعمت برات میده. انسان خدا بشناس، انسان خدا بشناس که در بین مخلوقات تو یک امتیاز علیحده داری. امتیازی داری که اگر واقعا فرامین الله را بجا آوردی مقام و منزلت از فرشتن بالا می روه. اگر نیکی نعوذ بالله فرامین الله را بالا نبردی باز نعوذ بالله از حیوانات قدم رتبه چی میشه؟ از امو خاطر ما میگیم که هیچ چیزی دیگره
مراتب صعودی و نزولی مثل انسان واره نداره. انسان بسیار مراتب صعودیم داره، در مرحله میرسه که از ملائکه در بالا شمرده میشه، ولیکن نزولیش هم امو قدر است. اگر نعوذ بالله به دستورات الله عمل نکرد، باز رتبهش در کجا میرسه؟ اسفل سافلین میرسه. باز رتبهش از حیوانات کرده، اولئک کالانعام بل هم اضل. باز دیگه از او قدم گمراهتر میشی. شرط است که تو انسان خدا بشناسی. اگر خدا بشناسی، آلی درک میکنی مقام و منزلتی تا، و در مقابل همین مقام و منزلت مسئولیت است. هر قدر که منصب انسان بالا باشه، امو قدر مسئولیتش چیست؟ عظیم است، بزرگ است. پس تو انسان در این دنیا مسئولیت خیلی بزرگ داری. و کدام مسئولیت است؟ او مسئولیت است که اولا بر شخصی را که الله در زمین پیدا کرد، آدم علیه السلام، به می خاطر پیدا کرد که احکام الله تبارک و تعالی در روی زمین چی شود؟ نافذ شود و مفهوم انسانیت برجسته شود. معلوم شود که انسان کدام شخص است، کدام موجود است در بین موجودات، چه قسم موجودی است. الله تبارک و تعالی در اینجا ثابت میکنه که انسان دارنده کمالات است. این کمالات توسط کدام چیز به دست آمده؟ اینجا ما و شما را متوجه میسازه. یکی از درسای عظیمی که در این آیات ها بر ما داده میشه، کدام چیزی که سبب ترقی و پیشرفت و امتیاز انسان است؟ علم است. علم است. ما که هر قدر بدبختی ها را مشاهده میکنیم، هر قدر ناگواری ها سر ما میاد، هر قدر مشکلات در پیش روی داریم، کلش ناشی از چیست؟ جهالت. اگر مردم قبر پرستش میکنه، اگر مردم اعتماد یکی بالای دیگه نداره، اگر نفاق میکنه، اگر قوم پرستی میکنه، اگر تنظیم پرستی میکنه، اگر مذهب پرستی میکنه، کلش ناشی از چیست؟ از جهل است. از امو خاطر است که وحی اولی پیغمبر ما توسط چی شروع شده؟ توسط دعوت به سوی علم. اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم الانسان ما لم یعلم. انسان که کدام امتیاز پیدا کرده؟ بی پیدا کرده که الله برش استعداد داده، قوت داده. الرحمن بگوی علم القرآن. الله بسیار مهربان ذات است که قرآن تعلیم داد. تو انسان که کدام مرتبه را حاصل میکنی؟ توسط تعلیم قرآن حاصل میکنی. از اون خاطر خلق الانسان علمه البیان. انسان که الله پیدا کرد، آل اظهار ما فی ضمیر خدا، اظهار اراده خدا، الله تبارک و تعالی برش تعلیم داده. آیات های قرآن کریم ما را دعوت به سوی علم میده. خب آیا ما امی میدان علم را واقعا گرم نگاه کردیم؟ نه. کل عمر ما تیر میشه در مسجد ما ملا صاحب امام است که فقط 3 سوره کوچک یاد داره، خیر و خلاص، دیگه هیچ چیزی وجود نداره. طبقه مردای ما علم نداره. 70 سال، 50 سال، 60 سال ریسفید ما در این مسجد 5 وقت نماز خوانده، خود تعالی را الحمدلله را معنیش یاد نداره. ما پشتی معنی الحمدلله نمیگردم، تعالی را یاد نداره که سلام بگردانم کدام کلمات بگویم. لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه اسلام آوردن بگویم، یعنی که او دعای را بکنیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرده. ما چطور گله نداشته باشیم؟ مردم ما را ملامت میکنه تو سری ملاها میچسبی. ما ملاها زیاد میچسبیم. این ملت در تاریکی باقی مانده. این ملت بیخی آگاه نیست. این ملت قطع قرآن هیچ رابطه نداشت. مردای ما همی قدر گپ نمیدانه، زنا بیچاره خود خانه ها نشسته خیر خلاص. اینی حالات است. حالی مادر بیچاری خود چرا من ملامت کنم که خاک قبر بیاره و برای من بگه که خورده است بخور؟ حالی او را چرا ملامت کنم؟ جندر از قبر کنده میاره در گردن ایمه میکنه. چرا؟ ایتا را آوردیم به خاطری که تو چیست نه؟ مرض سرخکان تو را نگیره. تامیالی را موتر در طرف جلال آباد که میره در سرخکان استاد میشانه، امونجا قبر است ریش سفید طاراقتش قطعی، با پیسه میخری یا نمیخری؟ برای چی میخری؟ ولی عقل کدام طرف رفت؟ از این قدر زیاد تاریکی، از این قدر زیاد جهالت، نعوذ بالله. خب ببینیم قرآن چی میگه؟ ما کدام طرف روان هستیم؟ خب ما عالم مولا را ملامت نکنم؟ امی عالمی که در این مسجد تیر کرده، امی ملتش بوده 10 سال، 15 سال، 20 سال، چرا او را آگاه نمیکنه؟ قرآن برش چی درس میده؟ علم. اگر ما واقعا به کتاب الله و سنت رسول الله رو آوردیم،
اول ساینسدان ما و شما جور بشیم. یقینا اگر پای در میدان علم بگذاریم ترقی از ماست. خب ما نمیکنیم، قدم نمیگذاریم. با کتاب الله که ما را تمام تعلیمات نشان میده، فقط یک کتاب ثواب نماز دیگر خوانده میشه، مردم میخیزه دی رفت چی میکنه؟ یک قرآن کریم از اینجا پایین میکنه، پس باز این طوران میکنه، پس میبره. چی کردی؟ این قرآن برای بوسه کردن آمده. اهداف قرآن خب براتون گفتم نی؟ آیت با آیت که قرآن برای چی آمده بود. خیر ما دینمی حالت توقعی چی داریم؟ پیشرفت، توقعی غلبه، توقعی کامیابی، توقعی از که ما باید مؤمن خو هستیم، مؤمن خو هستیم. خو ما ادای مقتضای ایمان نکردیم، ما به مقتضای ایمان عمل نکردیم، از همون خاطر ما ملامت هستیم. سایکو دعوت قرآن آدم علیه السلام برتریش و مستحق بودن خلافتش در روی زمین توسط چیز حاصل میشه؟ توسط علم حاصل میشه. اول درس است بری تو که ای مؤمن میدان مبارزیت علم است. علم توسط علم تو مقام و شرفی تا بالا ببر. واقع علم تو رس. چرا؟ به خاطری که توسط علم همه بدبختی ها از بین میره، همه ناگواری ها از بین میره. علم است تو را در یک سرحد میرسانه. الله تبارک و تعالی میفرماید برای ملائکه اینی جاعل فی الارض خلیفه. الله چی نیاز داره؟ به اینکه مشوره یا سوال از ملائک بکنه. مشوره و سوال از کسی خواستن از دو وجه میشه. یا است که جوانب قضیه برات خوب واضح و معلوم دار نیست، از همون خاطر تو از دیگه مشوره طلب میکنی که امی جوانب قضیه خوب واضح و روشن شود، مبادا در اشتباه واقع نشوی. از همون خاطر الله تبارک و تعالی دمینجا برای ما تو تعلیم میده که انسان تو علیم نیستی، تو ضرورت داری، تو روز به روز ترقی میکنی، ذهن تو انکشاف پیدا میکنه. یک نفر که قبلا از تو یک تجربه را کرده، ذهنش خیلی قوی از تو کرده، برای از او معلومات است، از او باید معلومات بگیری. خود مستغنی نکو، خود مستغنی نکو. کل کار زندگیت به مشوره باید باشه، مشوره باید بکن. این برای ما تعلیم است، وگرنه الله هیچ ضرورت نداره. جوانب قضیه به الله کلش معلوم است یا نیست؟ کیف کان یک موضوع و حادثه به الله معلوم است. چرا از ملائک پرسان میکنه؟ دوم، مشوره وقتی صورت میگیره که دمو مقام و منزلت امی افراد برابر باشه، یکیش بدون دیگهش فیصله کرده نمیتونه. در پارلمان کلی امی مردمی وکیلا موجود باشه باز یک قضیه حل شود. حالا اگر 100 نفر در پارلمان وکیلا نباشه، دیگه 100 نفرشان بیا و یک موضوع را فیصله بکنه، 100 نفر دیگه سرش اعتراض میکنه. کلی ما وکیل هستیم، چرا بدونی ما همین فیصله را کردی؟ به این خاطر تو مشوره از او میگیری که خفه نشوه و ما مورد ملامت قرار نگیرم. قطعی الله تبارک و تعالی کسی برابر است؟ که اگر الله مشوره نگیره کسی سرش انتقاد بکنه میتونه کسی؟ خیر، چرا الله به ملائک میگه؟ دو نقطه است، دو درس است. یک درس به انسان به بندگان خود تعلیم داد. ای بنده ها، زندگی شما قدم به قدم به بنیاد مشوره باید پیش بره. چرا؟ به خاطری که معلومات شما ناقص است. وقتی که معلومات چند نفر یک جای میکنی، این معلومات بسیار چی میشه؟ وسیع میشه، این بزرگ میشه. در شق طب از دکتر مشوره بگی، در شق انجینر از انجینر مشوره بگی، در شق معماری از معمار مشوره بگی، در شق دهقانی از دهقان مشوره بگی. چرا؟ الله تبارک و تعالی استعدادا را یک رقم خلق کرده یا متفاوت پیدا کرده؟ متفاوت پیدا کرده. در یکی میل یا رغبتی یک فن الله برش داده، در دیگه فن برش داده. از همون خاطر انسان ضرورت به مشوره داره، چون که گوشه های زندگی انسانی هم متنوع است. ما عالم هستم، خود عالم معرفی میکنم، ما به انجینر ضرورت دارم. وقتی خانه میندازم نمیفهمم دروازش در کدام جای بره، زینش در کجا بالا شوه، در کدام طرفش آشپزخانه شوه، چه قسم دیوال چند سانتی گرفته شوه، معلومات ندارم. ضرورت دارم و امی ضرورت ما و شما را با هم چی ساخته؟ یکی با دیگه مرتبط ساخته. یک حلقه بزرگ است که در بین کل افراد بشر الله تبارک و تعالی وصل کرده و کلگی یکی با دیگه وصل هستیم، یکی به دیگه محتاج، یکی به دیگه محتاج. ما مستغنی نیستیم. از این خاطر الله الصمد است. الله چی است؟ خب ما بی نیاز هستیم؟ نیستیم.
تو باید قدم به قدم مشوره، او مشوره بزرگترین چیز است. در هر معامله شما مشوره بکنید قطعا ناامید نمیشه، الله در یک موقع میرسانه. حتی اون قرآن کریم مسئله جدا کردن از شیر هم انشاءالله پشت سر میاد آیاتا. حتی طفل که جدا میکنه یا مشوره باید از کی شوه؟ زن و شوهر شوه. از امو خاطر در امور خانوادگی و در امور خانه مکمل باید چی شوه؟ مشوره صورت بگیره. این سبب راز کامیابی زندگی انسانی ماست. معلوم شد که کامیابی ما فقط در طلب مشوره است، خصوصا با مردم خبره، مردم دانشمند، مردمی که معلومات داره و دوستی واقعیت است. قطعی طور مردم مشوره از جمله بزرگترین دوست و خیلی که قطعی تو همکار و همراز است، همسر انسان است. زن با امرای شوهر خود مشوره کنه، شوهر با امرای زن. او گپی غلطی که در بین عوام مشهور است که قطعی زن اول مشوره نکو، اگر گرفتی مشوره شام سرش عمل نکو، این گپا قطعا غلط است، خلاف شریعت است، این گپ نادرست است. در امور بیت و خانه ما و شما خیلی معلومات داریم، یعنی که زنا از شما سوال میکنیم سیالداری را شما خوب میفهمی یا و خیلی زیاد میفهمه، راه ها را او برات نشان میده. خب اول درسی که در این آیت بر ما میده موضوع زندگی انسانی به مشوره است. دوم، ملائک تعجب میکردن که مخلوقی از ما که معزز شاید دیگه به پیش الله تبارک و تعالی نباشه. چرا؟ یک لمحه زندگی ما بدون ذکر و تسبیح الله سپری نمیشه. پس مستحق هر نوع امتیاز ماستیم. خود زمانی که آدم علیه السلام الله پیدا میکنه و تعجب میکنه. از همون خاطر اینجا الله ثابت میکنه برای ملائک ثابت میکنه که مستحق خلافت کیست؟ آدم علیه السلام. چرا؟ اهلیت و قابلیتش داره. درس داد بر ما، درس دیگه بر ما داد که در زندگی صحیح است که یک آدم خیلی محترم و معزز باشه. در یک زندگی یک انسان خیلی زیاد پیشتاز باشه، اما اهلیت معتبر است. وظیفه یا هر گپه به اهلش بسپاره. بس برای ما تعلیم داده شد انسان تا وقتی که مشوره میکنه و انسان تا وقتی که وظیفه و کار به اهل میسپاره، بس خلافت روی زمین بالکل برقرار است، خلل و نقصان درش پیدا نمیشه. اگر این دو کار نشد، کار به مشوره صورت نگرفت و وظیفه به اهل سپرده نشد، باز خلافت در جای خود قایم شده نمیتونه. امروز امی قدر بدبختی ها را که میبینیم از چند نقطه است. مشوره صورت میگیره مشوره از اهل خبره، از دانشمندان مشوره صورت نمیگیره. یک دوم چی است؟ بگوی وظیفه به اهل سپرده نشده. اینی حالت است. قرآن در اول آیات ها امی درس بر ما میده برای تعمیر زندگی ما، برای پیشرفت و ترقی ما. قرآن میگه و اذ قال ربک، قابل یادآوری است آن وقتی که گفت پروردگاری تو للملائکه، برای ملائکه، انی جاعل فی الارض، مگرداننده استم در روی زمین، خلیفتا، خلیفه را. خلیفه اینجا سه معنا داره. خلیفه جانشین است. برای کی جانشین است؟ برای اون مردم ها، قومایی که سابق پیش تیر شده. پیش کی تیر شده؟ دو نظر است. پیش ملائک تیر شده بوده، انسان جانشین ملائک است. یک، جنیات تیر شده، انسان جانشین جنیات است. در این صورت جانشین از قوم سابق است. یک معنا و مفهوم شد. دوم، من میگردانم در روی زمین خلیفه، کسی که یکی پای دیگه خود بیاید، یعنی حکمتا تغییر بکنه، نسلا تغییر میکنه، یک نسل میره. پدرای ما وفات کرد، ما در جایش بگی قایم مقام هستیم. ما وفات میکنیم، در جای ما کی میاد؟ اولاد ما، نسل به نسل، قرن به قرن اینه یکی در جای دیگه قرار میگیره. دو، سوم معنای خلیفه، نافذ کننده احکام الله تبارک و تعالی در روی زمین، اجرا کننده احکام الله در روی کی؟ پس انسان مسئولیتی تا شناختی که در زمین آمده ای احکام الله را نافذ کو، این را اجرا بکو، تو اینمی مسئولیتی تا است. اگر ما بگیم که خلیفه جانشینی الله، این لغت استعمالش نادرست است، صحیح نیست. چرا؟ جانشینی الله یا وکیل نایب الله وقتی گفته میتونیم که نعوذ بالله الله ضرورت داره یک جای میره، یا عاجز است که می کار انجام بده، یا غایب است. او الله نه غایب است نه عاجز است. پادشاه یک مملکت وقتی که سفر میکنه ضرورت داره به نایب و جانشین که در جای از این مسائلی که می از ارگانا امضای شیعی بکنه. چرا؟ به خاطر که غایب از خودش حاضر نداره.
به خاطر که عاجز است نمیتونه از اوجا فرمان بده. الله تبارک و تعالی عاجز و غایب است نیست. از او خاطر ابوبکر رضی الله عنه را وقتی که گفتن که یا خلیفت الله، ابوبکر رضی الله عنه سخت انکار کرد. سری اون نفر گفت نگو یا خلیفت الله، بگو یا خلیفت الرسول، خلیفه پیغمبر بگو، خلیفه الله نگو. از همون خاطر در بعضی تفسیرها که کلمه نوشته شده جانشین الله، این کلمه درست نیست. این استعمال این کلمه درست نیست. چرا؟ کسی جانشین الله شده نمیتونه. الله نه عاجز است و نه غایب است. خلیفه سه معنا پیدا کرد، یا است که قائم مقام قومی سابقه است، قومی سابقه یا جنیات یا ملائک، یا خلیفه ایمانا یک قوم در جای دیگه قوم، یعنی یک نسل در جای دیگه نسل آمدنی. سوم معنای خلیفه چی بود؟ نافذ کننده احکام الله. قالو گفتن ملائک اتجعلوا فیها، آیا تو میگردانی الله فیها در روی زمین من کسی را یفسد فیها که فساد میکنه در روی زمین، و یسفک الدماء میرزانه خونا را، و نحن نسبح ما به پاکیات میکنیم تو را، و بحمدک بامرای صفت و ثنای تو، و نقدس و عقیدم داریم به پاکی لک برای تو. دوم ترجمه و نحن نسبح ما پاکی بیان میکنیم از تو را، بحمدک بامرای حمد و ثنای تو عالیم، و نقدس و پاکی تو را بیان میکنیم لک برای تو، در آینده هم پاکی تا بیان میکنیم. دو ترجمه. سوم ترجمه نحن نسبح ما به پاکی بیان میکنیم، بحمدک بامرای ثنای تو، و نقدس پاک میسازیم امی سرزمین لک برای عبادتی تو. این سرزمین از هر نوع گندگی و پلیتی پاک میسازیم، محیط سازگار برای اجرای احکام تو میسازیم. اینجا نقدسو بازی معنا داره. هر سه معنا درست است. ملائک چطور هستند؟ قطع آدم علیه السلام حسد داره قطع می شخصی را که الله پیدا میکنه، و چرا غیبتش میکنه؟ غیبت خو ناجایز است، او خود تسکیه خو نارواست در دین که یک آدم خود بگه که من اینطور هستم. دو امر مرتکب. ملائک خو مخلوق الله است که نافرمانی الله را، معصیت الله را نمیکنه، و اینجا ای اردو گپ کرد. حسد قطع آدم، غیبتش کرد و خودم پاک تراشیدن. جواب برش بگو. ملائک در اینجا منظورشی نیست، درک کردن که الله تبارک و تعالی خلیفه جور میکنه، در صورتی که ما را خلیفه نمیگیره حتما در حکمتهای بزرگ است. منظوری ملائک اعتراض نیست بالای الله، منظوری ملائک حسد قطع شخص نیست، منظوری ملائک غیبت شخص نیست، منظوری ملائک پاکی بیان کردن خود نیست. منظوری ملائک طلب کردن حکمتی خلیفه ساختن اینمی آدم علیه السلام است که یا الله زمانی که این تو خلیفه میگردانی او ما را نمیگردانی، این خالی از حکمت نیست. از او خاطر ما معلومات حاصل کنیم که چی حکمت است که ما خلیفه نمیشیم و خلیفه میشه. از او خاطر است که الله تبارک و تعالی برش ای را وانمود میکنه که شما اهلیت خلافت در زمین نداره، و آدم علیه السلام اهلیت خلافت در چی؟ اینمی موضوع شد. اگر کسی را در کدام منصب و پست مقرر میکنی، کسی سر انتقاد و اعتراض کرده نمیتونه. چرا؟ اهلیتش داره. چیش داره؟ اهلیتش داره. بس وقتی که اهلیت داره تو مقرر میکنی دیگه اعتراض نیست. چرا؟ او صلاحیت و قابلیتی انجام اینمی وظیفه را داره و تو نداری. چقدر یک درس عظیم است. تو نداری، خلاص انسان قناعت میکنه. آلی نمیخواه که نه، یک دیقان تلاش بکنه بیا بگوه که من نه در جای دکتر صاحب من میشینم، امی چپنی سفید من میپوشم، امی گوشی را من در گردنه که خود من دازم. چرا؟ اهلیتش نداره. بس کلی نمی مراتب در زندگی دنیا با اساس چی بوده؟ اهلیت بوده. بس که با اساس اهلیت شد جنگ و تنازع ختم شد، دیگه کس تنازع نمیکنه. زن نمیگه که نه من مرد باشم. امروز که دنیای غرب تلاش کرده که میخواه که زنا را قطع مردا یکسان بکنه، نه، کسی که اینی آیات را خوانده باشه خود به خود درک میکنه که مرد در کدام موقف است، زن در کدام موقف است، مرد برای کدام کار است و زن برای کدام کار است. هر کدام الله استعداد متفاوت پیدا کرده و امو وظیفه را باید انجام بده. عالی کشمکش نکنه که نه شاگرد بخیزه بر استاد بگه که در جای تو من در چوکی میشونم درس میگم، بگویه نمیشه، هیچ امکان نداره. او شاگرد است، تعالی را حاصل نکرده، معلومات نداره. نه، قرآن کریم در اینجا برای ما گفت
وقتی ملائک عالی رشک نمیبره، ملائک قناعت میکنه، حتی تا این اندازه را که ملائک مامور به سجده میشه، با آدم علیه السلام چی میکنه؟ به ما تو درس داد. درسی چی را؟ اینمی قسم بپذیر. کدام مقام و منزلت که الله به کسی داده، تو قطش حسد نکن، تو قطش تنازع نکن، کشمکش نکن. بس اهلیت ازی منصب او داره، تو قائل باش که بله اهلیتش داره. من قائل هستم. ما تالی را یک روزم دریوری نکردیم، بخیزم در دریور کلی مردم در موترم نشسته، دریور میگم بخی من جای تو در جلو بشینم، مردم هلاک میسازم یا نجات میدم؟ میبرم در یک چقوری میندازم شد. نه، این نویسته. الله تبارک و تعالی طرز زندگی را در دنیا برای ما نشان داد که زندگی به کدام نحوه میشه پیش میره، چه قسم میشه، مشوره شوه، وظیفه به اهل سپرده شوه، هر کس در مقام مرتبه خود قناعت بکنه، تنازع و کشمکش نکنه. بس دیگه دنیا دنیاست، گل و گلزار است. امروز این همینطور است. اگر ما سر نمازی قناعت بکنیم هیچ جنگ و جدل وجود نداره. خب ما هر کدام خود از دیگه کده چی میتراشیم؟ بگه بالا میتراشیم. خب اینجا خب ملائک برش میگه که کسی را پیدا میکنی که او فساد در زمین میکنه. اول گپیسته تو که در دنیا خلیفه پیدا میکنی به خاطری که نظام دنیا برقرار باشه، او این مردم ها فساد میکنه. از کجا معلوم کرد ملائک که فساد میکنه؟ یا از عنصر آدم علیه السلام، کدام موادی که الله آدم علیه السلام از او پیدا میکنه، اینمی مواد در بین خود تضاد داره. خاک، باد، آتش، بگوی آب، یا در بین خود آب و آتش با هم چیست؟ ضد هستند. خاک و باد در بین خود چیست؟ ضد هستند. چطور یک شای متضاد در یک چیز جمع شود؟ هماهنگ نمیشه. حتما که یک طرف چی میشه؟ بگوی زور میشه، حتما جنجال پیدا میشه. از این معلوم کرده بود. یا است که نه، از قوم سابق معلوم کرده بود که در اینجا آباد بود، که جنیات بود. یه قیاس کردن بالای کی؟ بالای قوم سابق، که قوم سابق اینی که فساد کرد یا فساد میکنه. دو، یا است که الله تبارک و تعالی برای جا تعلیم داده بود، برشان گفته بود. سه، چهارم از کلمه خلیفه فهمیدن. خلافت حکومت داری را میگه. خلافت ای را میگه که مردم میاید در پیش تو، فیصله و محکمه خود پیش تو میکنه. او فیصله و محکمه وقتی میشه که نظام پیدا شده باشه، او نظام سرچشمه فساد است. با الله تبارک و تعالی میگه کسی را پیدا میکنه که فساد میکنه، باز به طور خصوصی خونریزی را میگه و یسفک الدماء. اشاره به این میکنه که در بین کل گناه ها، در بین کل فسادا، بزرگترین فساد خونریزی است. چرا؟ به خاطری که امن باقی نمیمانه. ابراهیم علیه السلام وقتی که دعا میکنه در مکه مکرمه که اینجا قوم آباد شد، اولین دعایی که میکنه چی میگه؟ رب اجعل هذا البلد آمنا. اول گپ برای زندگی انسانی اولین چیزی که ضرورت است امن است. امن که امن نبود زندگی نیست. او توسط خونریزی امن برقرار میشه، از بین میره. حالی دمی وطن ما امن چرا از بین رفته؟ خونریزی وجود داره. خونریزی وجود داره. معلوم شد که خون ریختاندن یک انسان بسیار گناه بزرگ است. قرآن کریم ای را به عذاب چی میگه؟ بگه عذاب جهنم ابدی یاد میکنه. به می خاطر یاد میکنه که این خیلی امر بزرگ است. او ملائکه ما میگه میزنه و نحن نسبح بحمدک، ما به پاکی یاد میکنیم تو را به ابرای ثنای تو، و نقدس لک، و این سرزمین برات پاک میسازیم، آماده میسازیم برای که از اینکه احکام الله، احکام تو در اینجا نافذ شود. ملائک میگن ما چرا لایق بایستیم که دماغ و مواد معصیت و نافرمانی وجود نداره، هیچ وجود نداره. لیاقت از این گپا را خب ما باید داشته بودیم که ما مقرر میشدیم. الله اول به طریق اجمال جواب میگه. قال انی اعلم، گفت الله تبارک و تعالی ما میدانم، ما آن چیزی را لا تعلمون که شما نمیدانی. ملائک میدانه بجز از آن چیزی که الله برش فرمان داده. خود ملائکه هم اعتراف میکنه. موضوع چرخید سر یک موضوع. ان الله بكل شيء، اونجا چی گفته بودیم؟ و هو بكل شيء، الله به هر چیز علم داره، مصلحت داره، راز داره، کلش الله میدانه. که الله همه چیز میدانه. کدام فرمانی که بری تو میده باید تو بالکل بپذیری. آلی عقل جنگی نکنی، آلی نگوی که چرا اینطور شده، چرا نگو، خلاص تسلیم شو به الله تبارک و تعالی. خود ملائکه هم
آلی اعتراف بر ازی میکنه که بله یقینا که ما همون چیزی را یاد داریم که تو برای ما تعلیم داده، دیگه چیز یاد نداریم. الله ثابت میکنه. اول به طریق اجمال گفت ما میدانم مصلحت‌ها را، ما میدانم لیاقت‌ها و اهلیت‌ها را که شما نمیدانید. شما چی میدانید؟ تنها آیا برای خلافت زمین همین عبادت الله کفایت میکنه؟ نه، خلافت خود تقاضای کشمکش داره. خلافت خیره میخواه که در بین مردم نزاع باشه، باز فیصله صورت بگیره، تنها به عبادت نمیشه. و علم آدم الاسماء کلها، تعلیم داد با آدم علیه السلام الاسماء، نامای تمامی چیزای مورد ضرورتی در زندگی از انسانی که در روی زمین میشه، نامایش، خاصیاتش، کیفیاتش مکمل تعلیم داد. اینجا تنها نام نیست بلکه هر چیز به امرای خاصیتش تعلیم داد. الله تبارک و تعالی با آدم علیه السلام کلها، از تمامی چیزا را، تمامی چیزا را، هیچ چیز باقی نماند. اینجا کلی استغراق عرفی برش میگه. دو قسم استغراق یا شامل بودن نمیگیم، یکی حقیقی که هیچ چیز از پیشش بیرون نمیشه، یکی چی است؟ عرفی است. در کابل میگیم کلی چیز راهنمای معاملات جمع کرده. مراد از کلگی یعنی دمی شهر کابل که راهنمای معاملات است، این میره کلش جمع کرده. این مانانی که در دنیا راهنمای معاملات است این را جمع کرده. این را میگه استغراق عرفی. چیزی که مورد ضرورت آدم علیه السلام بود در زندگیش و در خلافت، امو چیزا را الله برش خاصیتش نامش تعلیم داد. ثم عرضهم، بعد از او پیش کرد مسمیات اینمی چیزا را، ناما را نه، اما اصل چیز الله تبارک و تعالی به ملائک پیش کرد. علی الملائکه، بالای ملائک. فقال، گفت الله تبارک و تعالی شاگرد قرار داد ملائکه، انبئونی، خبر بده مرا، بی اسماء هؤلاء، به نامه و خاصیتا تاثیرات اینمی چیزا. ان کنتم صادقین، اگر شما راست میگه در مقابلش دروغ. خیر یا راست نگفته، اینجا صادقین به معنای اگر شما درست میگه یعنی خطا نمیگه. اینجا راست در مقابل دروغ نیست، اینجا راست در مقابل خطاست. اگر شما در اینمی بیانتان خطا نشده باشه، در حق رسیده باشه، خیر بیاره بگوی خاصیت اینمی چیزا را. قالوا سبحانك، گفتن پاکیست برای بالای توی الله تبارک و تعالی از هر نوع اعتراض انتقاد. ما هیچ نوع اعتراض انتقاد سر تو نداریم. لا علم لنا، نیست علم برای ما، الا ما علمتنا، مگر امو مقداری که تو برای ما تعلیم داده ای، مطابق استعداد ما، مطابق قابلیت ما و آن چیزی که ضرورت ماست. انک، یقینا تو یا الله تبارک و تعالی، انت تو نکسی دیگه، العلیم، داناستی، میدانی تمامی رازا و مصلحتها را، الحکیم، و حکمت والاستی که چرا آدم علیه السلام انتخاب کرده ای برای خلافت. تو حکمت والاستی، ما انتقاد اعتراض نداریم. خلاص موضوع مهمی که ثابت میشه خواهمیسته که ملائک مخلوق تابعدار الله تبارک و تعالی است. علم غیب داره؟ نداره. تمامی رازا و مصلحتها را میفهمه؟ نمیفهمه. یک دفعه الله خود گفت که اینی اعلم ما لا تعلمون، من میدانم چیزی را که شما نمیدانی. الله گفته که نمیدانی. معلوم شد ملائک علم غیب نداره. و یک دفعه اعتراف اقرار از خود ملائک که سبحانك، پاکی برای توست، ما انتقاد و اعتراض نداریم. قال سبحانك، شما انتقاد میکنی که آدم علیه السلام تعلیم داد نامه را، خب ملائکه هم تعلیم میداد که میگفت برای الله تبارک و تعالی. جواب یا است که در موقع تعلیم ملائک و آدم علیه السلام کلگی یکسان است، در میدان تعلیم هستند، اما آدم علیه السلام امی تعلیمات فرا گرفته، ملائک فرا گرفته نتانسته. ای با مثل یک کسی است، یک دیقان میبریم قطع یک کسی که 12 صنف خلاص کرده و میریم در پوهنتون در صنف انجینری میشانیم شه. وقتی که استاد می از زاویه و از مربع و از مستطیل بحث میکنه، شاگرد خوب میفهمه که این چی چیز است، اما دیقان بیچاره ایران میمانه که زاویه کجاست، این مربع کجاست. ساعت تیر میشه، استاد درس میگه، شاگرد 12 پاس این درس فرا میگیره، لیکن دیقان هیچ چیزی را فرا نمیگیره. چرا؟ به خاطر که دیقان استعداد این درس نداشت. در تعلیم الله تبارک و تعالی ام به آدم علیه السلام ام به ملائک داده. این را تعلیم تکوینی میگه، تعلیم فطری برش میگه. در اصل پیدایش الله تبارک و تعالی آدم علیه السلام این قابلیت داده که اینمی چیزا را بدانه و به ملائک قابلیت نداده. چرا؟ ملائک خوردن نمیکنن، نوشیدن نمیکنن و نمیفهمن، نزاع و کشمکش هیچ وجود نداره. از همون خاطر اینجا
ملائک اینجا اعتراض هم نمیکنه که ما را استعداد میدادی. چرا؟ این اعتراض نمیکنه که ما را استعداد میدادی. خودشان اقرار میکنه که تو علیم هستی، تو حکیم هستی، تو میدانی رازها و مصلحت ها را و تو حکمت والاستی که برای ما را طوری پیدا کردی که همین قابلیت برای ما ندادی و آدم علیه السلام طوری پیدا کردی که همین قابلیت برش دادی. ما انتقاد نداریم. چرا؟ به خاطری که این حکمت ها را کی میدانه؟ الله تبارک و تعالی میدانه. چقدر موضوع قناعت بخش است. هر انسان در مرحله زندگی خود قناعت کنه. ما دعوا نداریم کلگی ما پاچا باشیم، کلگی ما دکتر باشیم. اگر دعوا بکنیم زندگی پیش میره یا زندگی فلج میشه؟ زندگی فلج میشه. الله تبارک و تعالی حکیم است، مطابق حکمت خود همه معیار زندگی را برابر میکنه و ما را بعد از او دستور میده. خو هر کس در مقام خود چی داره؟ مسئولیت. مقام بلند داری، مسئولیت بلند داری. مقام پایین داری، مسئولیت تام چی است؟ کم است. هر کس مطابق امو مقام و منزلتش است، ولی هر کدام دمو مقامش مورد امتحان کیست؟ الله تبارک و تعالی. آلی عزتمندی دنیا عزت است؟ نه. مقام و منزلت دنیا مقام است؟ نه. اصل مقام عزتمندی در کجاست؟ او در حاصل کردن امو مقام کلگی علی سویه قدم میمانیم. الله بر ما معیار مقرر کرده. آلی تو دمی مسئولیت خود امو کمایی کرده میتونی امو مرتبه را که در آخرت است یا نه؟ پاچا خیطور نیست که قرا خوب بکنه. عمر رضی الله عنه میگفت اگر در لب کناری نهر فرات شتر بمره، از عمر رضی الله عنه سوال میشه که چرا مرد. از او خاطر شب گرد میگشت که در کجا شکایت وجود داره، در کجا ناله و فریاد وجود داره. و در او زمانی پیغمبر علیه السلام امارت و حکومت هیچ کس نمیپذیرفت، به زور داده میشد، کس نمیپذیرفت. چرا نمیپذیرفت؟ و میدانستند که خو مسئولیت است، این خو برداشت مسئولیت است و ما میتونیم از عهده برآمده یا نه. مسلم روز واری نیست که مردم جمع میکنن میگه الا رای به ما بده، الا رای به ما بده. خبرداری نه؟ وکیل پارلمان صاحب و وزیر صاحب گرد گشته که برای ما رای داده. ای جناب وکیل صاحب، ادناترین فاحشه که در وطن صورت میگیره در گناه تو شریک هستی. ادناترین حادثه غمانگیز که در وطن صورت میگیره جناب پاچا صاحب، وزیر صاحب، وکیل صاحب، تو شریک هستی اینجا. اینا بدونی. این خود نیست که بلدنگ به خود جور کردی، حالی 20 نفر قومی خدا وزیر و مشاور و فلانی مقرر کردی و در ده مملکت تجارت شروع شده. پیش الله تبارک و تعالی تو مسئول هستی. خبر داری نه؟ تو باید درک بکنی واقعیت را. زمان پیغمبر با امروز تو مقایسه بکن. چرا؟ و نمیپذیرفتن عهده را، به خاطری که میگفت ما از این عهده برآمده نمیتونیم. چرا؟ آخرت، یاد آخرت اونجا غالب بود. در این عصر یاد آخرت غالب. آلی فقط دنیای مادیات است، فکر میکنه اینمی جهان است خیر و خلاص. لیکن اینطور نیست. اینطور نیست. انسان باید در کدام مرتبه که قرار داره قناعت کنه. چقدر خوب است اگر دمی یک آیت ما خوب تدبر بکنیم، تعامل بکنیم، کلی مشکلات ما حل است. یک کسی اولاد نداره، یک کسی کور است، یک کسی لنگ است، یک کسی فقیر است، یک کسی در مقام پایین قرار داره. نه نه نه، دمی اکتفا بکو، خود دمی اینجا اطاعت الله را بکو، دمی موقفت اطاعت الله را بکو. چرا؟ هر کس که در هر مقام قرار داره مسئول است. مسئول. الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی. هر کدامی ما حیثیت چوپان داریم و در مورد ما تحت ما مورد سوال قرار میگیریم. مولای ما میتور فکر نکنه که برو ختمه آمده رایسته، پیسه را گرفته رایستم، خوابایم پوره چیسته، پالویم شل شده رایسته، هر قدر که خو میکنه که میخیزه 8 بجه است، 9 بجه است، 10 بجه است، شل میشه. نه، به نزد الله تبارک و تعالی رفته نیستی. این جواب میدی به الله تبارک و تعالی. مقتدی تا چی چیزی نشان دادی؟ مقتدی هم سوال جواب داده نیسته که کدام مولا را گرفته، گزاره‌ای را یعنی یقینا عالم گرفته، کدامش گرفته، جواب داده رایسته. خب بله، این آیت برای ما قناعت داد که هر کس در موقف خود به الله تسلیم شود و بگه که الله تو حکیم هستی. مرا اگه اولاد ندادی تو حکیم هستی، اگه اولادی مرا در زندگی میگیری تو حکیم هستی، اگه مرا کور ساخته تو حکیم هستی، اگر مرا بگه فقیر ساخته تو حکیم هستی. تو هر کار به حکمت میکنی. ما به قضا و فیصله تو تیش چیستم؟ تسلیم هستم. آیت برای ما درس داد. اگر ما امی آیت تعامل بکنیم، آل استراب پیدا میشه، پریشانی. آل خودکشی کسی میکنه؟ نمیکنه.
میگه بس از جانب الله است، در امتحان الله قرار دارم، ما باید در امتحان کامیاب شوم. مرا فقیر ساخته، در فقر خود مورد امتحان الله هستم، ما باید امی فقیری را مطابق دستور الله پیش ببرم. ما مریض هستم، مریضی خودم مطابق دستور کی؟ ما بر سر مصیبت آمده، امی مصیبت مطابق دستور کی؟ سر ما خوشی آمده، امی خوشی ما مطابق دستور کی؟ بس امتحانای الله تبارک و تعالی است، تو در میدان کامیاب شو. در اینجا الله تبارک و تعالی ملائکه را شاگرد قرار میده، برش میگه انبئونی باسماء هؤلاء، به نام اینمی چیزا بر ما خبر بده. اگر شما واقعیت خطا نشدید در قولتان، خو لیکن وا زبان اعتراف چی میکنه؟ گویا میسازه، میگه لا علم لنا، لا علم لنا الا ما علمتنا، به مو مقداری که تو بر ما تعلیم دادی، که ما لیاقتش داریم، که ما استعدادش داریم. معلوم شد علم الله تبارک و تعالی در مخلوقاتش مطابق استعدادات داده میشه. مطابق چی؟ استعدادات داده میشه. آن چیزی را که تو استعداد دادی الله میده، تو علم نداری، پس از او خاطر علیم کیسته؟ الله تبارک و تعالی. قال یا آدم انبئهم، حالی ثابت بسازه که لیاقت و اهلیت اینمی خلافت آدم علیه السلام داره، لیکن این لیاقت توسط کی ثابت بسازه؟ توسط علم. توسط علم برای ما معلوم میشه ملائک کدام طایفه است، کدام مخلوق است که مکمل عمرشان در عبادت الله تیر میشه. در چی تیر میشه؟ لیکن اینجا برتری آدم علیه السلام توسط علم میشه. مرتبه علم بالا شد یا عبادت؟ چرا مرتبه علم بالاست از عبادت؟ میفهمی؟ عبادت فرع علم است، تا که علم نداشته باشی عبادت انجام دادن نمیتونی. برای ما درس داده شد که کدام عبادت به نزد الله معتبر است که با علم باشه. با چی باشه؟ سابقم تو برادرم نماز میخواندی، خو الحمدلله را معنی و مقصدش نمیفهمیدی. 100 رکعت نفل میخواندی، خو لیکن امروز تو 2 رکعت نفل میخوانی، خو معنی کی را میفهمی؟ الحمدلله را میفهمی. در اون وقت 100 رکعت میخواندی، خلاص میشد نماز، امی قدر توجهی تام طرف الله پیدا نمیشد. اما آلی که می الله اکبر بگوی، توجهی طرف معنای الله اکبر شد که الله بزرگ است. آلی امو عنوان انانیت و کلان تراشی و خود تراشی مکمل در ذهنت میاد، مکمل آلی در تلاش عزیزتی که من خود بسیار عاجز بنده است. بعد از که سبحانك اللهم را شروع میکنی، الحمدلله را شروع میکنی، فرق است در بینی ازی، یکی علم است یکی عبادت است. کسی که میگه که عبادتی ما مقبول است بدون علم دروغ میگه، نادرست است. علم مقام داره. ما پیرای فعلی عصر حاضر که انتقاد داریم سریم از این انتقاد داریم که او پیر صاحبا شما چطور در کدام مقام رسیده که مریدایتان تصفیه قلب میکنه؟ از کجا میکنی؟ ها؟ یک روز در مدرسه نخوندی، یک روز در درس قرآن حاضر نشدی، یک حدیث هم نمیفهمی، خیر تزکیه از کجا میاد؟ ما عبادت زیاد میکنیم، چی رقم عبادت میکنی؟ ها؟ چی رقم؟ مش مرده بود، کدام تا میگه خیلی صوفی شیخ بود، خب مش از زیر پای شده بود مرده بود، وی گفتی جاندار اما کشته، او را گرفته بود در گردن خدا وزان کرده بود که چه حقی ازی پوره شد. یک برادرش این عبادت میکرد که در علم رفته بود، زمانی که پس آمده بود گفت گردن چیست؟ گفت موش است. چرا؟ گفتی را زیر پای کردم کشتم شد. گفت چرا اینجا آویزان کردی؟ گفت حقش ادا کنم. گفت دوری خوری خو موش است، مضر چیز است، باید کشته شود. او تو تمام عمر این نجس در اینجا انداختی، نماز خونده یا عبادت زیاد کردن، کلی نمازایت نشده. شرط قبولیت عبادت است که نجس نباشه بدن آدم. تو چطور میکنی؟ علم ضرور است. پیر صاحبا را ما میگیم بیاید در قرآن بشینید، باز بعد از اون مرید جور کنه، حدیث پیغمبر را بگوید، بعد از اون مرید جور کنه. اگر ما سرطان اعتراض کردیم زبان ما را قیچی کنی. خو لیکن شما نعوذ بالله ادعای غلط میکنی، شریعت و طریقت با هم جدا میکنی. میگه طریقت جداست، شریعت جداست. چی میگن؟ به مریدای خود چطور توصیه کرده؟ اگر پیری تدیدی نعوذ بالله که زنا میکرد اعتراض نکن. چرا؟ تو نمیفهمی طریقت جداست. دلیل از کجا میگیره؟ دلیل از واقعی خضر علیه السلام. حالا که واقعی خضر علیه السلام موسی علیه السلام به می خاطر است که موسی علیه السلام تعهد قطع خضر علیه السلام هم میکنه که در مورد سوال نمیکنم، لیکن وقتی که خلاف شرع عمل انجام میده، در ظاهر شرع خلاف است، دست انتقاد کی میکنه؟
موسی علیه السلام میکنه، به ما درس میده که هر کس خلاف ظاهر شرع عمل میکرد تو بعد انتقاد سرش بکنی، ولو که تعهدم کرده باشی که ما سوال نمیکنم بعد سوال بکنی. چرا که موسی علیه السلام سوال کرد. این بدینی است، نعوذ بالله، مردم به بیراه کشاندن است. مقام علم بالاست. آدم علیه السلام معلم قرار میده الله، برش میگه بیان کو به ملائک. چی میگه؟ قال یا آدم، گفت آدم علیه السلام، الله تعالی گفته آدم علیه السلام انبئهم، خبر بده ای ملائکه، به اسمائهم، به ناما، به اثرات، به خصوصیات تمامی چیزا که ضرورت خلافت زمین است. فلما انبئهم، هرگاه که خبر داد آدم علیه السلام ملائکه به اسمائهم، به نامای همی مسمیات همی چیزا و خاصیاتشان، قال الله تبارک و تعالی باز میگه به ملائک الم اقل لكم، آیا براتون نگفته بودم انی اعلم، ما میدانم، رازا و مصلحتا را، غیب السماوات، آن چیزی که غایب است در آسمان ها و الارض، در زمین، چیزای پنهان در آسمان ها و زمین ما میدانم، و اعلم، ما میدانم، ما آن چیزی را تبدون که شما اشکارا میکنه در زبانتان، و ما کنتم تکتمون، آن چیزی را که شما پنهان میکنه کل شما علم دارم. ملائک چیزی را که ظاهر کرده بود اینمی بود که میگفت چطور خلیفه میسازی کسی را که فساد میکنه، خونه میریزانه، و چیزی را که پنهان کرده بود اینمی بود که الله تبارک و تعالی از ما کده مخلوق معزز و مکرم دیگر را پیدا نمیکنه. یک قول است. دوم قول در بین ملائک ابلیس لعین بود. ابلیس لعین در مو فرصت گفت که به هیچ وجه من احترام اینمی خلیفه را ندارم. او را قطعی در دل خود، در اراده خود همینطور گفته بود. از او خاطر الله اینجا میگه و اینی و اعلم ما تبدون، من میدانم آن چیزی را که شما ظاهر کرده که ملائکه واقعی بودن، و ما کنتم تکتمون، آن چیزی را که شما پوشانید. ابلیس که در بینتان بود، کدام اراده و قصدی را که پوشاند او را الله چیز میدانه. اگر ما به یک صفت الله تبارک و تعالی عقیده داشته باشیم که الله علیم است، هر چیز میدانه، هر چیز میدانه، هر چیز میدانه. من نظر میکنم امیالی اینمی قسم نشستم، امی ترجمه را به کدام نیت میکنم الله علیم است یا نه؟ مجبور هستم که ترجمه نیتی خود خالص بسازم. ادناترین شبه را قطعی ترجمه خود شریک نسازم. چرا اگر شریک ساختم خونجا پیغمبر میگه که نه یسیر ریا اشترک کن، کمترین ریام چی است؟ شرک است. علیم است الله تبارک و تعالی کدام نیت و اراده و قصدی که ما دارم. نعوذ بالله. اگر ما قصد خودنمایی و سمعت و شهرت طلبی باشه، بازی کل زحمتم تکلیفم به خاطر ازی برباد شود. علم به صفات الله، عقیده به صفات الله، این عقیده است که انقلاب در وجود انسان پیدا میکنه، انسان واقعا انسان جور میکنه. بس الله علیم است، هیچ کسی وجود نداره. این موبایل کسی پیشم باقی مانده و خوب قیمت هم داره، ولی هیچ کس از پیشم خبر نمیشه. این موبایل هم میگیرم، گرفته میتونم، اما میگم که الله علیم است. ما الله علیم است از این حالم خبر داره. اگر من این را پنهان بکنم خلاص پیشم بازخواست میکنم، مجبور هستم که این را اعلان کنم. شریعت برام گفته که چی کو؟ اعلان کو، که مشخصاتش کسی بگوید برش تسلیم کن. این حق تو نیست، ملکیت تو نیست. یک به صفت علم الله تبارک و تعالی اگر مردم یقین داشته باشه، یقین داشته باشه، گناه میشه، ادناترین گناه میشه، در نماز خلل واقع میشه، نماز ترک میشه، روزه خورده میشه، ضرر به کسی داده میشه. یک صفت علم الله را که ما تسلیم کنیم و عقیده سید موردش بکنیم. قرآن همینطور میگه برای ما. این درس است که ملائک با اونمو شانشان، با اونمو مقامشان، الله تبارک و تعالی برشان ثابت ساخت که اهلیت برای کیست؟ آدم علیه السلام. امتیازش توسط علم شد و ملائک تسلیم میشه. ملائک بالکل را قناعت داره که بله همینطور گپ است. عالی برای ما و شما واضح شد که این شکری بزرگ الله را کشیده میتونیم. ما هم اولاد کیستیم؟ آدم علیه السلام. اما علم ما و شما هم داریم یا نداریم؟ چرا زندگی در دنیا میکنیم؟ خیلی چی رقم زندگی بکنیم که احکام الله نافذ شوه یا نه که نافذ نشوه؟ نافذ شوه. حکم الله روزه است نافذ شوه، کس نباشه باید گیره بخوره. حکم الله نماز است نافذ شوه. حکم الله حجاب است نافذ شوه. حکم الله چیز زکات است نافذ شوه. حج است نافذ شوه. هر حکم الله باید نافذ شوه. هر کدام ما تلاش کنیم که نافذ شوه. هر کدام ما مسئولیت داریم. لیکن امروز
اینمی تلاش ما نمیکنیم. اگر توی میکنه بچه کاکا میخیزه میگه یک دسته ساز تر من، اگر تو نمیاری من میارم. همینطور برش میگه یا نه؟ در مورد همینطور بدعت میگه تو اگر 3 و 4 نمیکنی من میکنم از خانه خود، من در مردم خدا چی نمیکنم کم نمیارم خدا. همینطور میگه یا نمیگه؟ خب یک نفر کمک نمیکنه که برش نمیگه که او بیادرکم. توی تا کجا گرفته ای؟ در خانه. چقدر وست داری؟ یک 20 نفر وست دارم که نان داده بتانم بس. عروس بیار بعد از او ولیمه برش بده، هیچ کس از پیشت گله نمیکنه. نفر دومی که خبر میشه که تو خبر نکردی وضعیت اقتصادی تو برش معلوم است، برات تو میگه که الله برات اجر بده. سنت رسول الله را عملی کردی، من از پیش گله ندارم. الله تو را توفیق زیاد بده. ببینید دنیا جور میشه و ناجور میشه. جور میشه. گپ اینم اینجاست که ما تسلیم شویم و آن چیزی را که الله از ما مطالبه داره مسئولیت داریم امور ادا بکنیم. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، قابل یادآوری است در آن وقتی که ما گفتیم برای ملائکه سجده کنی لآدم، برای آدم علیه السلام. فسجدوا، سجده کردن، الا ابلیس، بجز از ابلیس، ابا انکار کرد، و استکبر، خود کلان تراشید، و کان من الکافرین، بود در علم الله از جمله کفار، یا و کان گشت امی ابلیس بنا سجده کردن، بنا قبول کردن امر الله تبارک و تعالی، من الکافرین، از جمله کسایی که کافر هستند. این دیگه نعمت الله برای ما ذکر میکنه. یک، در آیت ما قبل الله بیان اهلیت خلافت آدم علیه السلام بیان کرد. در اینجا چی بیان میکنه؟ حقوق آدم علیه السلام. وقتی که اهلیت خلافت داره چی حق داره؟ حق ازیر داره وقتی که احکام الله را در زمین نافذ میکنه. ای ملائک شما در خدمت ازی قرار داشته باشید. حق داره سری شما ملائک در خدمت اینمی آدم علیه السلام قرار داشته باشه. ملائک در خدمت ما و شما هست یا نیست؟ الله اکبر. الله ملائک مقرر کرده که ما تو را نگاه میکنه از اینکه در یک امر مکروه واقع شد. گشتم نیش خدا نمیزنه تا وقتی که فرمانی کی نشوه؟ الله. ملائک نمیمانه که بری تو نیش بزن. یاد داشته باش. الله ملائک مقرر کرده. تو آدم امی قدر حیثیت داری. بی که مسجود ملائک تو گشته ای. تو انسان هستی. ولی چرا مرتبه تا نعوذ بالله میاری پایین که حتی از حیوان کدم چی میشی؟ در درجه پایین میرسونی خدا. چرا اینطور میکنی؟ اونجا بیان اهلیت بود، اینجا بیان حقوق. یک، نفی علم غیب. دما قبل نفی علم غیب از ملائکه شد، در اینجا از نفی علم غیب از کیست؟ آدم علیه السلام. آدم علیه السلام علم غیب نداره. الله برش گفت از این درخت نخو، نمیفهمه که انجام و عاقبت درخت چی میشه. از این خاطر آدم علیه السلام تناول میکنه. انبیاء علیهم السلام علم غیب پیدا کرد، ملائک پیدا کرد، جنیات پیدا کرد. شیطان میفهمید که این دمینمی سرنوشت دوچار میشم. اگر میفهمید اینطور نمیکرد یک سجده کردن چی گپ بود سرش؟ همیدیستی انجام میدید میداد، به خاطر که چیستا مکمل از رحمت الله مردود میشه. هیچ وقت کار نمیکرد. معلوم شد نه جنیات نه ملائک نه انسان ها هیچ کس علم غیبه. علم غیب خاصه کی بود؟ پس مستحق عبادت کی است؟ الله تبارک و تعالی. در اینجا درسای دیگه است. سجده کرد الله امر. چرا سجده به آدم میکنه؟ مفسرین دو نظر داره. ایلام به معنای الاست، اینطور معنا میکنه. و اذ قلنا، در آن وقتی که ما گفتیم للملائکه، برای ملائک، اسجدوا، سجده کنید. سجده شرعی، همین سجده که ما در نماز میکنیم، این همین رقم سجده، نهادن پیشانی در زمین. لآدم، لام به معنای الاست، الا آدم، طرف آدم علیه السلام. سجده برای الله بود. خب قبله کی گشته بود؟ آدم علیه السلام. جهت آدم علیه السلام بود. سجده برای الله بود. لام به معنای الاست. فسجدوا الا ابلیس، سجده کردن مگر ابلیس نکرد. یک ترجمه. دوم ترجمه، و اذ قلنا للملائکه، قابل یادآوری است در آن وقتی که گفتیم برای ملائک اسجدوا، سجده کنی. مراد از سجده انقیاد است، تابعداری است. تابعداری کنی لآدم، برای آدم علیه السلام. فسجدوا، سجده کردن، الا ابلیس، تابعداری کردن ملائک مگر ابلیس تابعداری نکرد. نه اینطور معناها را میکنه. خود در اینجا اگر مراد از سجده انقیاد بگیریم هیچ کدام سوال و اعتراض واقع نمیشه. تابعداری کنه. آدم علیه السلام در فرمانی که براتان میده تابعداری کنی. خلاص. مثل که الله ما را امر کرده که با پیغمبر چی کنی؟ تابعداری کنی. خلاص. سوال موال نمیشه. اگر مراد از لام به معنای اله باشه، سجده عیناً سجده عبادت باشه، باز سوال و جواب نیست، اعتراض نیست. چرا؟ سجده برای الله میشه. خود قبله کی قرار گرفته؟ آدم علیه السلام. اما در صورتی که سجده نهادن پیشانی در روی زمین، سجده این رقم سجده باشه،
در این صورت باز اشکال وارد میشه که چطور سجده برای آدم علیه السلام جایز شود. جواب است که سجده دو قسم است، یکی سجده عبادت است، یکی سجده تحیه یا سلام دادن است. سجده عبادت در هیچ شریعت بغیر از الله به کسی دیگری روا و جایز، چرا که الله هر پیغمبر که روان کرده ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله وجد، هر پیغمبر ان اعبدوا الله گفته، عبادت یک الله تبارک و تعالی را بکن. هیچگاه پیغمبر دعوت نداده کسی را که سجده بغیر الله شود، قطعا نه. سجده بغیر الله شرک است، نادرست است. خیر چرا اینجا سجده الله به آدم علیه السلام میکنه؟ این سجده سلام است. سجده چی هست؟ تحیه. سجده که آدم روبرو میشه، به جای سلام دادن در اون زمان چی بوده؟ سجده بود. برادرای یوسف علیه السلام هم چی کردن؟ بگوی برای یوسف علیه السلام سجده کردن. سجده تحیه یا سجده که قائم مقام سلام بود در اون امتا جایز بود. در زمان یوسف علیه السلام هم جایز بود، در زمان آدم علیه السلام هم جایز بود. خیر تنها در شریعت پیغمبر علیه السلام امی سجده تحیه هم چی است؟ حرام است. معلوم شد که سجده عبادت در هر زمان حرام، سجده تحیه غیر از شریعت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم در دیگه شریعت ها چی بود؟ جایز. چرا در شریعت پیغمبر علیه السلام ناجایز است؟ در زمان سابق هر پیغمبر که کدام دعوت میداد، بعد از او که امی پیغمبر وفات میکرد، در بین مردم که کدام بدی ها پیدا میشد، خلل و نقصان پیدا میشد، الله پیغمبر دیگر را روان میکرد، اما نقصانات چی میکرد؟ رفع میکرد، از بین میبرد. محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم آخرین پیغمبر است. چی است؟ دیگه پیغمبر نمیاد. اگر در امتی از این خلل پیدا شود، دیگه پیغمبر آمدنی نیست که خلل چی کنه؟ از بین ببره. از همون خاطر شریعت پیغمبر طوری آمده که اصل گناه ممنوع است. هر چیزی که ذریعه برای گناه است او هم ممنوع قرار داده شده که حتی یک انسان در گناه واقع نشود. و این مسئله را به نام سد الذرایع میگه. قانون بزرگ در فقه ماست. در فقه ما اینمی قانون بزرگ است، قانون سد ذرایع. یک شی خودش ناروا نیست، لیکن ذریعه میشه برای ناروا، از او خاطر نارواست. فروختن انگور بالای کسی ناروا نیست، میوه است میفروشی سر کسی، لیکن کس کی کدام نفر است؟ شراب جور کرده رایسته، آلی نارواست. چرا؟ ذریعه برای چی میشه؟ یک قاعده عمومی است. این قاعده آنقدر فایده‌مند است در زندگی انسان که پرسان نکو. مردم ها خو آلی فایده خیلی زیاد دیده یا ندیده؟ خو قطعی کی کمک میکنه؟ قطعی او لشکرای کفار کمک میکنه که مسلمان از بین میبره. قطعی او لشکرا کمک میکنه که مسلمان از بین میبره. عمل کرد تجارتی تو یا کاری تو یا اجاره تو یا ساختمانی تو، این گپا خودش ناروا نیست، لیکن وقتی که بالفعل کاری تو کمک به امرای کافری است که مسلمان از بین میبره، تو قطع شریک هستی. ذریعه برای از بین بردن مسلمان جور شده. این قانون است. حاجت به فتوا طلب کردن نیست از ملاها که ما این فلان رواست یا نارواست. خود ما درک کرده میتونیم. خود ما کالای پنجابی نازک که تو وارد میکنی تاجر صاحب، تصویرایی که تو وارد میکنی از چین تاجر صاحب. صحیح است، این تجارت خرید و فروش ناروا نیست، لیکن این سبب ناروا میشه، از او خاطر تو در این گناه شریک هستی، وسیله شدی، ذریعه شدی. در دین ما اینمی طور ذریعه ها مکمل حرام شده. چرا؟ تصویر خودش هیچ کدام گپی نیست. یا کسی تصویر جور میکنه، چی گپ است؟ لیکن ذریعه میشه برای چی؟ شرک میشه. ذریعه برای تعظیم میشه. امیالی شده یا نشده؟ کسی مرد باشه یک عکسی کرزه حساب یک جای کسی پاره کنه که چطور چی حال میبینه، چند سال قیدش میبره، چقدر لط میخوره. یک عکس دیگه مردمایی که در رأس قرار داره و قابل تعظیم شمرده میشه، پرستش نمیگه. شما بگی آری خو یک عکس است، ورق است، تنها تصویر توجاست. اگر اون کنده شود چی گپی است؟ هیچ گپی نیست. لیکن تعظیم میشه یا نمیشه؟ امی پاره شدن عکس مردم تو را لط هم میکنه. لط چطور لط میکنه؟ یک شاگردی ما امی ترجمه قرآن کریم اشتهارش بود، در کدام جای در سر یک عکس آمده بود یک شینگش، بیچاره راسکرا یک رقم لط کرده بود که پرسان نکن.
در حالی که در سر تصویر اشتهار ترجمه قرآن کریم آمده بود. اشتهار چی؟ ترجمه قرآن کریم آمده بود. پرستش چی را میگه؟ امروز اضافه شد عکسای کلان کلان که در شهر بند میشه گذاشته شد، حالی در چوکای ما مجسمه انسان ها ساخته میشه. این مملکت اسلامی است؟ این مملکت تو اسلام میگی؟ اسلام چی را میگه؟ من خواهمی درد میگم که علی رضی الله عنه بالحجاج اسدی را مأمور میسازه، موظف میسازه که من به او وظیفه تو را مأمور میسازم که مرا پیغمبری الله مأمور ساخته بود که قبر نمانی که از یک بلس بالا باشه کلیش چپک، مجسمه را میده کو. و امروز در وطن تو پس مجسمه سازی شروع شد. یک قوم از کلان خود، او از قماندان خود، او از رهبری خود. بس دیگه پرستش چی نمیگه؟ شما بگوید، راستی تا نبگوید. الله برشان محبوب است، پیغمبر برشان محبوب است یا عکس؟ پیغمبر خو میگه که عکس لعنت است، مصورین سختترین عذاب در روز قیامت سرشان. و در کدام خانه که تصویر باشه ملک رحمت در او خانه داخل. تو مسلمان هستی، به گپ پیغمبر یقین داری؟ تصدیق میکنی یا نمیکنی؟ وقتی که در خانه تو ملک رحمت داخل نشوه، او خانه کدام خانه شد؟ بگوی شما. خانه غضب شد، خانه مصیبت شد. بگو خودت ایره تحلیل کو، خودت قضاوت بکن. نکنی. در دین هر آن چیزی که وسیله برای گناه میشه منع قرار داده شده. اینی طور سجده ها، سجده تعظیمی، امروز تعظیم بود، باز آینده چی میشد؟ سجده عبادت جور میشد. سجده چی جور میشد؟ قوم نوح علیه السلام اول که در بت پرستی مبتلا شد، اول حالتش چی بود؟ بگوی تصویرای امو اولیا را ساخته بودن بزرگای دینه که وا زیاد عبادت میکردن. یک قرن بعد شیطان برشان آمد که اینی او را به خاطر ازی ساخته بودن که یارا ما ببینیم عبادت در یادی ما بیا، ما هم شروع در عبادت کنیم. یک قرن که تیر شد، شیطان به باقی ماندای نسل جدید گفت پدرایتان چی میکرد؟ تعظیم از یارا میکرد. باز اینطور نگفت که عبادتی از یارا میکرد. این قرن که تیر شد، سوم قرن که آمد گفت پدرت اینمی معبود است، اینمی الله است. نعوذ بالله. بخاری شریفی چی را نقل میکنه برام؟ خب سرحدش در اونجا میرسه. صد و ذریعه بود. سجده کردن قطعا حرام است در شریعت ما، ولو که سجده تعظیمی باشه. چرا؟ مفضی به سوی چی میشه؟ بگوی سجده عبادتی میشه و این شرک است. این حال فیصله در دست شماست. امروز اگر ملای ماست، اگر حاکم و پاچای ماست، اگر پیر و فقیری ماست، اگر صاحب زاده و گلزاده ماست، این مردم که خم میکنه خود در دستایش در چشمای خود میماله و در پایش خود میپرته، این سجده است یا نیست؟ این حرام است یا نه که جایز است؟ خیر چرا میکنه؟ خودم نماینده دین میگیره، کلپا وجود داره، خوب ببینه صحنه ها را، همین صحنه ها را خوب تحلیل بکنه که واقعا مردم دین داره یا مردم بیدین شده. نعوذ بالله. یک مجمعه بزرگ در چترال است، یکی از جمله آقا خانی ها در اونجا نشسته است. مردم به نوبت میاد قدم میزنه، سجده میکنه، پس بالا میشه. تصویرش قطعا وجود داره است. پیر صاحب است، مردم استاد است، کامل و مکمل است و اینطور است و اینطور است، پیغمبرم کمک کرده در فلان جای. ناتخوانی است، ناتخوانی است، ذکر میکر وجود نداره. اما مردم میآید سجده میکنه و پس که هم میخیزه او طرف ربا از خود بندازه در بین مردم. کدام دین است؟ در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم همینطور عبادت همینطور بود، ذکر الله همینطور بود. شرافت انسان چقدر زیاد است، عزت انسان چقدر زیاد است. من این حالی بگیرم در بین شما، نعوذ بالله، لنگی مو طرف قلاشه و خودم در بینتان لنگ گلاش بیفتم، این عزت است یا این بی عزتی است؟ عبادت کدام عبادت معتبر است که آدم عزت بده یا بی عزت بسازه؟ کدام ذکر معتبر است؟ ذکر که انسان عزت بده، شرافت بده. دنیای کفر که انتقاد سر ما داره، خوی نمیتور صحنه ها را میبینه میگه اسلام همیز. اگر اسلامی باشه چی؟ چرا خدا بی عزت بسازیم؟ یک شخصی عاجزه، برو دستایش سجده کده، برو او را حاجت روان بدان و مشکل کشان قیوم زمانم بگو برش که کل زمانه را تدبیرش او میکنه. این کدام دین است؟
در دین اسلام شریعت پیغمبر علیه السلام ذرایع هم بند شد به خاطر که مردم در گناه واقع نشود. ذریعه هم بند شد سر ما نکنیم همین کارا را. خب الله تبارک و تعالی این منزلت و مقام به آدم علیه السلام داد. ملائکه امر کرد. قرآن چی میگه؟ فسجدوا سجده کردن ملائکه کلشان الا ابلیس بجز از شیطان ابا خود انکار کرده سجده کردن و استکبر خود کلان تراشید. قرآن برات میگه منبع یا سرچشمه تمام بدبختی ها چیست؟ بگوید تکبر است. اصلا حسد است. حسد کرد که چرا این مقام و منزلت الله به کی داده و بعد از او خود کلان تراشید. خود کلان تراشیدن چی شد؟ باعث ازی شد که امر فرمان الله را هم بگوید نپذیره. او نموسته که الله تبارک و تعالی از رحمت خود ایره محروم کرد. درس داده شد حسد نکنیم. چرا حسد نکنیم؟ کدام مقام و منزلت و مرتبه را که الله به کسی داده تقسیمات کیست؟ تقسیمات کیست؟ دو قسم کمالات داریم. یکی کمالاتی که الله داده، یکی کمالاتی کسبی است. یک آدم خود دکتر میسازه، تو برو کوشش کن دکتر شو. در اینجا تو باید مسابقه بکنی، مسابقه سالم، رقابت سالم. او تلاش میکنم تو تلاش بکن، اول نمره است تو اول نمره کو، خدا زحمت بکش. یکی تقسیمات الله است. یکی را مرد پیدا کرده دیگره، یکی را دکتر استعدادش داده دیگره انجینری و دیقانی. اینجا تو حسد باید نکنی. چرا این حسد نکن؟ حسد باعث ازی میشه که تو نعوذ بالله در مقابل از او عقده بگیری، خود کلان میتراشی، او را حقیر میدانی، آلی آماده نیستی که حق از او را بپردازی. امروز که کل مردم که حقی کسی را نمیپردازه، چرا نمیپردازه؟ خود چی میدانه؟ کلان میدانه. مستحق نمیدانه که من حق امیر را بپردازم. قماندانای ما که در این مرتبه قرار داره، چرا قرار داره؟ شما خبر داری؟ زمین تو را گرفته غصب کرده بری تو نمیده، چرا؟ خدا کلان میتراشه تو را، بگه ناچیز میتراشه. و این عامل بدبختی هاست. ابلیس که در بدر شد با می خاطر کلان تراشی نکنی. و استکبره، این کلان نبود، خود چی کرد؟ کلان تراشید. و کان من الکافرین، بود در علم الله تبارک و تعالی از جمله کفار، با وصفی که برنگ و قیافه ملائک خدا جور کرده بود، خو لیکن در علم الله از جمله چی بود؟ چرا الله خود شناخته بود که از جمله کفار بود. در این صورت معلوم شد که برنگ و جامعه ملائک بوده، لباس ملائک بوده، امی رقم و خود ساخته بود. الله تبارک و تعالی برای امتحان، برای یک حکمت، گاهی اینطور شیطان ولی ابلیس و لعین و فاسق هم در بین مردمای نیک چی میده؟ جای میده. از همون خاطر است که آدم فکر نکنه که بله هر کس که در این جماعت و دل بود حتما او چیسته؟ پاک است. نه، امتحان شوه بعد از او تفکیک میشه که بله این آدم واقعا و آدم است یا نیست. یک موضوع. کانه به معنای ساره است. و کانه ساره گردید من الکافرین، از جمله کفار. اول کافر نبود، مؤمن بود، خب عقیده داشت، عبادت ها میکرد، خب لیکن زمانی که فرمان الله رسید در مقابل فرمان الله چی کرد؟ تکبر کرد. نه سجده کردن کفر نیست، نه قبول کردن امر الله چیست؟ کفر است. که امر الله را قبول نکرد، از او خاطر کافر شد. در اینجا این کافر گشت. در مورد شیطان بسیار قصه های اسرائیلی میشه که شیطان علمش چی بود؟ چرا در 5 کتاب شریف آمده که چی هسته؟ 5 کتاب شریف چی دور گفته؟ تکبر عزازیل را خوار کدو. ما چون دیگه شه اونجا گفته که علم خیلی زیاد داشت، معلم ملائکه بود. معلم چی بوده؟ نه، این گپ نادرست است. نه معلم ملائکه بود، نه علم زیاد داشت، بلکه در جمع ملائکه بوده، لیکن الله تبارک و تعالی ای را رسوا نکرده بود در اونجا. چرا؟ به مو رنگ و به مو قیافه در اونجا زندگی میکرد. او مؤمن بوده در یک روایتونه. و کان گشت آلی من الکافرین، از جمله کسانی که انکار کرد از فرمانی کی؟ الله تبارک و تعالی. قرآن کریم درس داد. اینجا ابلیس قیاس کرد. چی کرد بگه؟ اوی قیاسی است که در مقابل نص است. قیاس در مقابل نص باطل است یا درست است؟ در مقابل نص قیاس باطل است. از همون خاطر اولین قیاسی که در مقابل نص کرده، قیاسی فاسد کرده کیست؟ شیطان. ابلیس لعین است. از اون خاطر هر طایفه که در مقابل نصوص قرآن و حدیث قیاس کرده تباه و برباد شده، قطعا قابل قبول نیست. دوم،
قیاس خو یکی مقابل نص بود، دوم قیاسش صحیح بود یا غلط بود؟ چرا؟ ای خو گفت که ای خلقته چیسته؟ خلقتنی من نار و خلقته من طین، مرا از آتش پیدا کرده ای و ای را از گل. او آتش بهتر است از چی کرده؟ گل کرده. لیکن این قیاس فاسد است، غلط است. چرا؟ به خاطری که گل فواید خیلی زیاد داره از چی کرده؟ آتش. آتش هر چیز میسوزن، از بین میبره، جدا میکنه، تنها یک گرمی و چیسته داره، خیر و خلاص. اما خاک بگوی مرکز تمام فایده هاست. اگر کسی میخواه که فایده های خاک ببینه، در یک باغ زیبای داخل شود که به هزاران نوع گل ببینه و به هزاران نوع میوه را ببینه، بعد از او بدانه که خاک بهتر است یا آتش بهتر است. قیاسش غلط شد. باز عالی خیر است، امی آتش خیلی خوب از کی کده؟ از گل. قاعده ایست که بالا بودن یا فوق بودن اصل دلالت بالا بودن فرع نمیکنه. اصلی اگرم بالاست فرعشان بالا نمی باشه. اصل نادرست باشه فرع هم نادرست این نمیشه. ابراهیم علیه السلام پدرش چیست؟ بت تراش است. خودش چیست؟ پیغمبر است. نوح علیه السلام خود پیغمبر است، لیکن بچه‌ش چیست؟ ما کافر است. اگر مسئله اصل و فرع باشه، اگر اصل خوب بود فرع هم خوب، نه، این قاعده حتمی است؟ قطعا نیست. ما دیدیم پدر آنقدر بد آدم است که پرسان نکن، اما بچه پیدا میشه که خوی و خاصیت چی را داره؟ بیخی ملکه داره. الله تبارک و تعالی انقلاب دایی انسان ها ورده میتونه. چرا استدلال غلطه از اونجا گرفتی که اصل آتش بهتر است از چی کده؟ خاک. پس کسی که پیدا از خاک شده او از ما کده چیز؟ حقیر است. مخو از چی پیدا شده؟ آتش. این قیاس ها را انسان باید نکنه، واقعیت ببینه، به واقعیت تسلیم شود. اوی واقعیت نادیده گرفت. واقعیت چی بود؟ علم از کی بود؟ از آدم علیه السلام. حتی ملائکه هم در مقابل آدم علیه السلام بگه در مرتبه پایین قرار گرفتن. پس از او خاطر ابلیس باید این واقعیت تسلیم میکرد، لیکن این واقعیت تسلیم نکرد، به سرنوشتش در اونجا رسید. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه. این دیگه نعمت الله تبارک و تعالی است. چهارم نعمت آدم علیه السلام، الله میگه ما گفتیم ای آدم علیه السلام اسکن، سکونت کو انت تو و زوجک همسری تو الجنه، در جنت، و کلا بخوری منها از همی جنت رغدن به خوشگواری و فراخی، حیث شئتم از هر جایی که شما میخواهی، ولا تقربا هذه الشجره، نزدیک نشوید ای درخت، فتکونا میگردیم من الظالمین، نقصان کننده خود. ظالمین ظالم نمیگیم ستمگار، اینجا مانا چی میکنیم؟ نقصان خود کرده اید. دیگه صحنه را بر ما بیان میکنه. یا نعمت های الله است بالای ما. آدم علیه السلام بابای ماست، پدر اولی ماست. الله تبارک و تعالی چه احسانات بزرگی سرش کرده. احسانات الله سری پدر، احسانات بالای کیست؟ اولاد هم است. آدم علیه السلام خو غیر از او خلیفه در روی زمین مقرر کرده، خو لیکن در زمین آمدن تا که نعمت های جنت آدم نداشته باشه، تکلیف های دنیا را کشیدن هم گپ عادی نیست. آدم یک دفعه لذت جنت دیده باشه، بعد از اوی تکلیف های دنیا سرش چی میشه؟ عالی میگه که باید همین تکلیف ها را بکشم. از او خاطر بردن آدم علیه السلام در جنت قطع حوا علیه السلام یک زندگی مقدماتی است برای از اینکه در دنیا می آید. خو الله تبارک و تعالی در دنیا آمدن هم بی عامل در دنیا نآورد، یک عامل پیدا کرد. بعد از در کجا آمد؟ در دنیا آمد. آدم علیه السلام که در دنیا آمد بی عامل نیست، وگرنه الله اول در جنت ساکن ساخته شد. پس اول انتقادی که امروز یک تعداد میگه چرا ما را مسلمان یک تعداد کافر پیدا کرده، چرا این مشقت و تکلیف است، چرا دوزخ پیدا کرده؟ نه برادرم، اول تو را در جنت برده. خو لیکن الله محدودیت سرت گذاشته، تو محدودیت مراعات نکرده ای. درس برای ما میده. اولی هم در دنیا که هستی اگر محدودیت مراعات کردی، باز دمو جنت اولیت میری، باز میگردی. اگر این محدودیتی که الله تعیین کرده ای را عملی نکردی، سرنوشتش چیسته؟ اونجا خواست جنت برآمد در دنیا، اینجا از دنیا میبری در دوزخ. ای را باید بدانی، این درس است بری تو، ای بری تو درس است. یک. دوم، آدم علیه السلام در جنت میره. در جنت الله تبارک و تعالی حدود برش میگذاره. در مورد خوراک و گشت و گذار بالکل آزادی میده.
اما یک چیز من نمیکنه از یک درخت. برای ما درس میده که زندگی انسانی همیشه مطلقی دموکراسی نیست که از هر قسم قید و بند تو چی باشی؟ آزاد باشی، بلکه در یک بند باید بسته باشی. کدام بند بسته باشی؟ الله که ما را از کدام چیزای منع کرده در دنیا کدام بنداست؟ بندای است که اگر ما او را پاره کنیم، قطع کنیم، نقصان خودی ما میشه. نقصان کی میشه؟ هر گناهی که مرتکب میشه انسان در دنیا، تاوان کی را کرده؟ خدا کرده. در نظام الله کدام تغییری آورده تانسته؟ نه. بدانه دینمی آیت ها برای ما درس داد الله تبارک و تعالی که ای انسان، در دنیا مثل که قید در جنت برای بابایتان مانده بودم، اگر این قید مراعات میکرد و نمو کامیابی، اگر مراعات نکرد اون سرنوشتش در کجا رسید؟ تو انسان در دنیا مینوی تو قید داری، اگر قید مراعات میکنی کامیاب، اگر نمیکنی نقصان خودیت است، نقصانی مرا نمیکنی. امروز اگر کسی شرک میکنه کفر میکنه، قمار میزنه، شراب میخوره، سود میخوره، فحاشی و عیاشی میکنه، روزه را میخوره، نماز ترک میکنه، کل نقصان خودش است. در نظام الله تغییر نمیاد. الله به عبادات ما ضرورت و نیاز هم نداره. الله الصمد است خلاص، و نه کدام تاوان نقصان در نظام الله میاد. هر چی که میکنی برای کی میکنی؟ لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. کل چیز برای خودت است. آدم علیه السلام ساکن میشه در جنت. کدام جنت است؟ مفسرین دو نظر دارند. جمهوری مفسرین قائل به است که مراد از جنت جنت معهودی که در قرآن یاد میشه که مقابل دوزخ قرار داره و در جهان دیگه قرار داره، اونو جنت مراد است. آدم علیه السلام در جنت رفته و بعد از او الله تبارک و تعالی را در زمین پایین کرده. دوم طایفه از مفسرین قائل به است که نه، مراد از این جنت امو جنتی که مقابل دوزخ است، در جهان دیگه سو جنت نیست. مراد از جنت یک باغ است در این دنیا، خود یک مقام بلند در طرف مشرق است. هر کدام بری خود دلایل داره. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، ابو منصور ماتوریدی یکی از جمله علمای عقاید است، علامه آلوسی تفسیر صاحب روح المعانی، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه قائل به است که جنت چی بوده؟ دنیاست. یک تعداد از علمای جدید عصر ما و شما هم امی قول قوی میدانه و میگه که مراد از این جنت امو جنت نیست. اما اکثریت مفسرین خصوصا متقدمین قائل به است که جنت چی هست؟ اونمو جنت است که در جهان دیگه قرار داره. این نزاع بر ما کدام نقصان وارد نمیکنه. اگر او جنت بگیریم، این جنت بگیریم، بر ما درسا هست. آدم علیه السلام بابای ماست خطا شده. چی شده؟ ما خو خطا میشیم. درس عظیم که بر ما داده میشه که وقتی او خطا میشه ما هم خطا میشیم. خو خطا چطور جبیره میشه؟ خطا اگر خطا شدی و رای نعوذ بالله تکبر در پیش گرفتی که حالی من دیگه رجوع نمیکنم به سوی الله، اینجا است که تباه و برباد شدی. اگر خطا شدی یک دفعه، دو دفعه، 1000 دفعه، 1,000,000 دفعه، خود هر دفعه رجوع به کی کردی؟ در حدیث هم پیغمبر اسلام چی میگه؟ کل بنی آدم خطاء، تمامی بنی آدم چی است؟ خطا شدن. و خیر الخطائین التوابون، بهترین خطا شوندگان کیست؟ کسایی که رجوع به الله میکنه، دستی پشیمان میشه، خودم ملامت میکنه. اینمی خاطر درس بر ما شد که از ما لغزش ها صورت میگیره. خو رای جبیری از چی است؟ رجوع به سوی کی؟ الله. با یک الله رجوع بکنیم. درس عظیم است، درس عظیم است که گناه ما را کدام ذات بخشش میکنه؟ غیر از الله دیگه کس گناه ما را بخشش کرده میتونه؟ نمیتونه. از کجا درس میگیریم؟ از آدم علیه السلام. الله میگه یا آدم اسکن انت و زوجک الجنت، تم سکونت کو، زنی تام در اینجا سکونت کنه. در مسئله سکونت زوجت تابع شوهر است. در هر ولایتی که میخواد زندگی کنه، زنش گفته نمیتونه که نه من از کابل دیگه جای نمیرم. نه، تو تابع شوهریت هستی. شوهری که در کدام مقام زندگی میکنه تو قطعش زندگی کن. در مسئله سکونت تو تابع شوهر هستی، اما در مسئله خوردنوش تابع شوهر نیستی. شوهر هیچ نبیاد در خانه حالی تو هیچ نان نمیخوری؟ نه، بالکل تو آزاد هستی. و کلا منها رغدا، اینجا اینطور نگفت که و کل بخیب آدم علیه السلام تو و زوجه تو، که زوجه را تابع خوردن آدم علیه السلام کرده باشه، بردوش امر کرده. و کلا بخوری منها از جنت رغدا به فراخی و خوشگواری، حیث و هزار جایی که شیطما
خواهش شماست الله تبارک و تعالی در مسائل خوراکا، در مسائلی که ضروریات اولی انسانی است قیدا را نمیگذاره، همین تو را آزاد گذاشته. ولا تقربا، نزدیک نشوی هذه الشجره، در این درخت. نمیگه ولا تاکل هذه الشجره، از این درخت نخوری. چی میگه؟ ولا تقربا. باز صد چی شد؟ ذریعه. باز صد چی است؟ چه درس عظیم است. در میان قعر دریا تخت بندم کرده ای، باز میگویی که دامن تر نکن، هوشیار باش. عجیب است. در بین دریا استاد استی و با صدا میکنی دامن تر نکن. ببینی که اسلام و قوانین جهان دیگه چقدر امتیاز داره. اسلام برات میگه که این ذریعه برای گناه است، در این ذریعه داخل نشوی، این ذریعه را انجام نده. اینطور نمیگه که این گناه را انجام نده. در دنیای غرب یا دنیای امروزی قوانین که ساخته میشه، مثلا در دنیای غرب قانونی چیسته؟ قانون میگذارن چی رقم بزور یک دختر برده نمیتونی. میتونی؟ نه. دیگه که هر رقم باشه، رضامندی که باشه، خب پروا نداره، ولیکن بزور نمیتونی. اگر یک آدم از امو کسایی که قانون جور کرده از پیش سوال بکنه که من غریزه دارم یا نه، من خواهش دارم یا نه، دم یک مقام تسلط تمام حاصل میشه، چطور بکنم؟ مرا میاری دمی بین بازار اعلام میکنی دا آتش و بعد از اون میگی که نسوز. عجیب است. این امکان داره؟ نه. امروز جوانای غرب اختلاط مرد و زن در حد رسیده که هیچ امکان نداره که نعوذ بالله در معصیت و در گناه واقع نشه. امکان داره؟ نداره. حالی اگر امو غرب قانون بمانه که شما این کار نمیتونی، درست است یا نادرست؟ نادرست است. چرا شما زمینه را مساعد کرده به این بدبختی و بعد از اون سرم قانون وضع میکنی که اینطور نکن؟ نه، اسلام اینطور نیست. اسلام حتی در گناه تو را نزدیک نمیمانه. قطع یک زن در سفر کردن جایز است؟ قطع یک زن در یک اتاق خلوت کردن جایز است؟ نیست. قطع زن گپای شیرین شیرین بگوی چی شیمدار گفتن درست است؟ چرا نیست؟ به خاطری که این ذریعه میشه نعوذ بالله برای گناه. حجاب چیست؟ و ذریعه برای عفت است، برای پاک دامنی است. خود حجاب امری مطلوب نیست. حجاب یکی از ذرایع است که کسی طرف تو توجه کرده نمیتونه. مردم میفهمه این دختر دختری عادی چی نیست، این دختری پاک است، نظر برد کرده نمیتونه. دین ما اینمی قسم برای ما قوانین وضع کرده، برای ما درس میده. اگر کسی میخواهی که در گناه واقع نشوه باید چی بکنه؟ آن چیزی که وسیله برای گناه است او وسایل انجام نده. یک آدم میگه من روزی خوب میگیرم، در موبایل تصویرای غلط نباشه، در بازار نرو، در اونجا که اختلاط مرد و زن است، نه وسیله است. اگر تو میگی نه من خیلی متقیستم، من خیلی متقیستم، نه، متقی شده نمیتونه. شیطان آنقدر دشمنی قوی است که تو را وادار به امر میسازه که عقلم نمیپذیره. شما خبر داری که نعوذ بالله پدر گرفتاری دختر باشه، برادر گرفتاری چی باشه؟ هم خواهر باشه. چرا؟ شیطان لعین این کارا را کرده رایست. پیغمبر علیه السلام چقدر گپای بسیار ارزشمند گفته. اولادی تا میگه در چند سالگی امر کنی که نماز بخونه؟ مورو اولادکم و هم ابناء چیست؟ 7 سنین. با اولادتان در 7 سالگی امر به نماز خواندن بکنه. فضربوهم علیها و هم ابناء 10 سنین. در 10 سالگی باید بزنه که نماز نمیخوان. امونجا میگه و فرق بینهم فی المضاجع، در بین اولادایتان که 10 ساله شد جایایشان جدا باشه. دختر و همشیره با برادر یک جای خواب نکنه، برادر با برادر یک جا خواب نکنه، جدا جدا خواب بکنه. خواب انسان نمیفهمه، شیطان خبیث تکمین است. دین اسلامی طور دین عادی نیست. یک گوشه زندگی تا نگذاشته که برای تو قانون نداشته باشه. او طور قانونی که گاهی هم تو در زندگی ملوث نشوی، گاهی هم در زندگی سری تو لکه بخوره، به شرطی که تو متوجه امید دینت بشوی. حالی بر با آدم علیه السلام امیره میگه هر انسانی که میخواه پاک دامنی را اختیار بکنه از ذرایع فساد خود چی کنه؟ دور کنه. تو قطعی پودری رفیقی نکن که پودری نشوی. تو میری قطعش
رفیق هستی، یک دفعه سیگرت برات داد، صبح روز باز چی میگه؟ تو یک دود بزن، یک دود نشه شبیبی باز باد از یک دود کیم روز زدی، دود صبح زدی، روزی سیوم چیسته؟ بگو مهم پودری توستی. نکنیم از ذرایع آن چیزی که ذرایع گناه خود نگاه کنیم. قرآنی درس بر ما میده. نزدیک نشوید ای درخت. کدام درخت است؟ قرآن تعیین درخت نکرده. مفسرین میگه گندم است، انجیر است، انگور است. نه، ابن کثیر رحمت الله علیه خب قاعده را نوشته میکنه، میگه چیزی را که قرآن مبهم گذاشته ما چی میکنیم؟ مبهم میگذاریم. دایی حکمت ها میباشه. درخت چی میکنیم؟ مهم نخوردن از اوست. مهم چی است بگه؟ نخوردن از اوست. فتکونا میگرده من الظالمین، از جمله کسانی که نقصان خود کرده باشه. فازلهم الشیطان، پس لغزانی در دوره، از شیطان و شیطان اردوره. قاعده اسرائیلیات میگه که نعوذ بالله شیطان وقتی که لعنتش کرده شده از جنت برآمد، ولی کینه و حسد قطعی آدم علیه السلام داشت که چه رقم یا رب لغزانه ای خدا در شکم مار داخل کرد، مار باز داخل شده جنت. ای نه، اونجا رفت اول در پیش کی؟ حوا. به حوا علیه السلام گفت که درختی است که بالکل اگر شما بخوری همیشه باقی میمانه. برش تعریف ها را کرد که چقدر خوب رنگ داره، چقدر خوب مزه داره، چقدر خوب چیسته، زیبا است، آخر چقدر خوب لذت داره، تو بخور او خورد چه. باز حوا آمد آدم علیه السلام گفت، باز آدم علیه السلام هم خورد. امی بود که الله تبارک و تعالی گفت ما را که سببی داخل شدن شیطان تو شده ای. کدام پایی که تو شیطان داخل کردی پای در درونت بره، از او خاطر مار پای نداره. حوا را گفت که هر دفعه که تو اولاد میاری ای تو در داره ببینی که یک مرگ سرت بیا، ای به ای خاطر است. ای گپا کلش اسرائیلیات است، موضوعات است، غلط است. قرآن صراحتا میگه چی میگه؟ فازلهما اردور لغزانید. تنها حوا را نه، آدم و حوا علیهم السلام اردور لغزانید کی؟ الشیطان و شیطان عنها دو معنا میکنیم. لغزانید شیطان عنها از انمی جنت یاره لغزانید، از اون نعمتا یاره برد، یک معنا. عنها بسبب خوردن امی درخت یاره لغزانید، عن سببی گرفته میشه، ها زمین راجع به شجره میشه، یا مراد ها از جنت لغزانید. فاخرجهما کشی در دوره مما ذو نعمتا کانو کی بودن فیده و نعمتا. و قلنا بتما برشان فرمان دادیم پایین بروی، بعضکم بعضی از شما لبعضین برای بعضی دیگرا عدو دشمن، یکی به دیگر دشمن باشه. ولکم فی الارض برای شما در زمین مستقر جای قراری است، یعنی قرارگاه زندگی تان است. و متاع بله اینمی زندگی موقت است، جای نفع گرفتن است الهین تا یک تاریخ موقتی زندگی در اونجا میشه. چطور لغزانید؟ شیطان چطور یاره با کدام سیستم لغزانید؟ مفسرین مختلف توجیهات ذکر میکنه. یک توجیه بهترین توجیه است، زمانی که شیطان مردود شد الله تبارک و تعالی فرمان داد که دیگه از جنت پایین شود. دمی موقع پایین شدن که حالی از جنت میبرامد، اینمی شیطان به شکل یک آدم خیلی معمر ریش سفید خیرخواه خدا معرفی کرد در آدم علیه السلام. قسم یاد کرد، با آدم علیه السلام قسم یاد کرد که اینمی درخت همیشه باقی ماندن است. اگر از این درخت شما تناول کردی شما بالکل باقی همیشه میمانه. و ایننی لمن الناصحین، من خیرخواه شماستم. قسمم خورد، قسمم با آدم علیه السلام و حوا علیه السلام خورد. و دیگه دلیل چطور گفته بود؟ گفت الله که شما را اول منع کرده بود به این خاطر مثل که طفل نو تولد میشه تنها شیر مادر میخوره، نان و غذا برش داده نمیشه. چرا؟ به خاطری که توانمندیش نداره، غذا خیلی ثقیل است، او برداشتش نداره. طفل که باز کلان شوه غذا برش داده میشه نی، باز توانمندی هر قسم طعام داره. میگه شما در اول الله شما را منع کرده بود به خاطر که مثل طفل بودی، توانمندی از زیرا نداشته. حالی خوی قدر وقت تیر کرده، حالی قوت از زیرا پیدا کرده که برداشت اینمی میوه را بتانی از خوردنش. این علمو معامله بود که ابلیس لعین از جنت و امی گپی خدا با کی گفت؟ با آدم علیه السلام. این گپ در ذهن آدم علیه السلام بود.
ما و تو را که کسی قسم بخوره که اینی کار اینی تو است او برات بگه که اگر ای را بخوری دائم در جنت باقی میمونی، آرام میشینی؟ ها امی دیستی شروع میکنی که من در جنت دائم باقی بمانم دیگه در چی میشینم؟ آدم علیه السلام چند موضوع یک جای شده فراموش کرد. یکی نهی را. دوم نهی دو قسم است، یکی نهی تحریمی است که برای آزمایش است، یکی نهی ارشادی است. نهی ارشادی چی را میگه؟ دکتر وقتی که پرزه را دوا نسخه را برات بده، دوا برات بده، باز برات میگه مرض شکر داری، چیزی شیرین نخور، برنج نخوری، خب گوشت نخوری، صحیح است؟ خب عالم اینیالی اگر تو گوشت بخوری تاوانی دکتر کردی یا تاوانی خدا؟ تاوانی خدا کردی. دکتر خو برای تو میگه که نخور که به خاطر این مرض دین طور میشه. الله تبارک و تعالی این درخت طوری پیدا کرده بود، خاصیت این درخت بود که هر کس میخورد دیگه در جنت زندگی کرده، لباس جنت از پیش چی میشد؟ این اثرات همین درخت بود. الله تبارک و تعالی که آدم علیه السلام منع کرده بود به می خاطر که آدم علیه السلام از این تناول نکنه که مبادا از این نعمت جنت چی شود؟ محروم شود برای خب گوشت نبگیری. خب این نهی ارشادی بود، تحریمی نبود. دو فراموش کرده بود، اول فراموش کرده بود نهی ارشادی بود. دو قسم خورده بود برش از جمله خیرخواهان کی؟ بگو شیطان. چهارم در اجتهاد خود خطا شد، فکر کرد که الله تبارک و تعالی از امی یک درخت مرا منع کرده، از نوع امی درخت من منع نشدم. البته گفت که از امی یک درخت سیبی که اشاره شده امی درخت من ممنوع استم، اما دیگه درخت های سیب بگه ممنوع نیستم. از او خاطر آدم علیه السلام امو درختی که اشاره شده بود از او درخت نخورده، از نوع از این درخت از دیگه جای خورده، لیکن نمیفهمید که آینده چی میشه. الله اکبر. قرآن کریم چی درسای عظیم میده. نفس انسان، خواهش انسان وادار میسازه. دمی رمضان مبارک در جای تنها می باشی، خب میوام برات میگه همین نفس یک درو گفته است که بخو کس نیست، بخو کس نیست، بخو کس نیست. دایی گشنگی، دایی تشنگی چقدر خوب موقع برات میاثر است. میگه نمیگه؟ میگه نمیگه؟ خود تباه میکنه، هلاک میسازه انسان، یعنی کامیاب میسازه انسان. دمینجا که بخوری اما تشنگی و گشنگی برات وجود داره، هیچ کدام تفاوت پیدا نکردی. گناه ها همیشه لذتش موقت است. چی است بگوی؟ موقت است، خیلی موقت است، خیلی ناچیز است، اما پشت سر چیست؟ ندامت و پشیمانی های خیلی چی؟ زیاد داره. اینجاست که قرآن برای ما درس میده یک کمی از حوصله انسان کار بگیره، زیاد بنده خواهشات نشوی. خواهشات تو را وادار میسازه، خطا میکنه، خود تو خود کنترل بکن. چرا؟ به خاطری که عواقب خیلی ناگوار پشت سر عزیزته. آدم علیه السلام نتونست حوصله. چرا؟ بواعث یا انگیزه های خیلی قوی برای آدم علیه السلام پیدا شد که باید بخوره. فراموش کرد، قسم شیطان در پیشش آمد و قسم هم در این مورد بود که اگر را بخوری از جمله چی میگردی؟ دائم در جنت باقی میمانی. و دیگه در اجتهاد خود خطا شد، چند عوامل یک جای شد باعث بالای خوردن چی شد؟ این میوه شد. او خوردن میوه خاصیتش بود که کسی میخورد باز دیگه در جنت زندگی نمیتونست، لباس جنت چی میشد؟ کشیده. که در سوره اعراف بخیر برای ما و شما میآید، اونجا باز آدم علیه السلام لباسا چی شد؟ برآمد. امو بود که برگای درخت کنده رایی بودن، در سری عورت خود چی میکردن؟ میچسبانیدن. این هم درسای عظیم داره، در اونجا باز میگیم که اول عمله شیطان بالای چیست؟ اسلام چی رقم است، بالای مسلمان ها چی رقم است. اینجا الله همینطور میگه فازلهم الشیطان، لغزانی در دور شیطان، عنها به سبب خوردن همین درخت، یا عنها از زمین نعمتای جنت، فاخرجهما کشی در دور مما از نعمتا کانا کی بودن فی دو جنت، و قلنا بتمام فرمان دادیم که برای پایین برای بعضکم لبعض عدو، بعضی از شما برای بعضی دیگر را دشمن است. اگر ابلیس قطشان یک جا باشه دیگه دشمنی در بین انسان و ابلیس میشه، شیطان ها میشه، و این واقعا دشمنی خیلی آشکاراست. یا نیست که ابلیس قطشان نیست، فرمان الله متعلق اولاد آدم علیه السلام است. اولاد آدم علیه السلام مورد مخاطبه قرار گرفته که برای پایین بعضکم بعضی از شما، یعنی بعضی اولادای از شما، لبعضین برای بعضی دیگرها، عدو دشمن می باشه. حالی دشمنی زیاد است یا نه؟ یکی با دیگه دشمن هستیم. ولکم فی الارض، برای شما در زمین،
مستقر قرارگاه جای بودو باشیتان است، زندگیتان است. از همون خاطر اگر هوانوردا بالا می روه، چون که آیت قرآن خوانده که جای قرارگاه برای بودو باش انسان زمین است، پس آن موادی که در زمین است از اون مواد باید قطع خود ببریم بالا. از همون خاطر اکسیژن از کجا میبره؟ خوراک از کجا میبره؟ نوشاک از کجا میبره؟ چرا که قرآن قرارگاه زندگی انسان زمین مقرر کرده، دیگه سیاره ها را مقرر نکرده. دیگه سیاره که تو سفر میکنی باید مواد زمین داشته باشی. این قرآن میگه. قرآن خبر داده ساینسدان از همین آیت استفاده کرده چیزا را قطع خود بالا میبره. یکی و متاعا لاحین، جای نفع گرفتن است تا یک تاریخ مقرر. فیصله حاکمانه الله بود، حاکمانه فیصله کرد برو در دنیا. خود در دنیا فکرت باشه بازگشت به این جنت میایه، خو این بازگشت بگه موقوف به شرط است، موقوف به امتحان است که اونجا امتحان سپری میتونه یا نمیتونه. خو قرآن کریم از یک طرف خو زمین قرارگاه ما جور کرد، لیکن برای ما یک درس دیگه هم داد. و متاع لاحین، امی زمین اگرچه جای محنت و تکلیف و مشقت است لیکن جای نفع گرفتن هم است. چرا؟ نعمتهای جنت و خود جنت کمایی کردن توسط اعمال دنیا میشه. توسط اعمال چی میشه؟ نمید دنیا توستی، اینی موسم است، رمضان است، تو روزه داری، تلاوت قرآن میکنی، جنت برای خود کمایی میکنی. اون نعمتهایی که قطعا قیمتش پوره شدن نمیتونه، خود تو در دنیا او را کمایی کرده میتونی. به توسط چی؟ عقیده صحیح و عمل بگه درست، عمل درست انجام بده برای توست. فتلقى آدم، پس آموخت آدم علیه السلام. تلقایی را میگه کسی دیگری بگویه و تو بفهمی و یاد بگیری. فتلقى آموخت آدم علیه السلام من ربی، از طرف پروردگار خود، کلمات چند کلمه را. فتاب علیه، رجوع رحمت کرد الله تبارک و تعالی بالای آدم علیه السلام. انه یقینا الله تبارک و تعالی هو امی الله التواب، بار بار توبه قبول کننده است، الرحیم رحم کننده است. توبه بندی خدا میپذیره، رحیم است، آینده ایره دیگه هم رحمتا و چیستا نعمتا برش میده. اینا آموخت آدم علیه السلام از پروردگار خود چند کلمه را. چند کلمه کدام است؟ اونجا در سوره اعراف برام و شما در آیت 23 خود به خود دعا میه. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن. یعنی دعاها را وظیفه خود جور کرد آدم و حوا علیهم السلام. از همون خاطر الله رجوع رحمت کرد. توبه چی را میگه؟ در آیت براتان اشاره میکنه انسان گناهکار مثل که فرار کرده باشه. مثل که چی کرده باشه؟ وقتی که تو باز رجوع میکنی به سوی الله، از این خاطر میگه که الله باز رجوع کرد. یعنی زمانی که تو گناه میکنی الله رحمت خدا میگردان از پیش تو. زمانی که تو پس به سوی الله تبارک و تعالی رجوع میکنی الله توجه رحمت خدا پس سری تو میاره. فتاب علیه این معنا را داره. شرایط توبه چند است؟ جرم سابقه تا گناه بدان، بالکل بگویی که بله گناه است، دستی امیال فی الحال اونمو گناه را بگذار، عزم راسخ بکن که آینده ای کاره نمیکنم. اینی شرطی چیست؟ توبه است. ده حقوق الله، ده حقوق العبد یک شرط دیگه هم علاوه میشه. کدام چیزی که تو به غصب، به دزدی، به چیزی ناحق گرفته، اگر او امرایت موجود باشه پس برش چی بکو؟ رد بکو. اگر نباشه از پیش بخشش طلب بکو. این در توبه حقوق العباد یک شرط دیگه هم اضافه میشه. در اینجا یک تعداد از مردمایی که روایات اسرائیل را زیاد اهمیت میده و میخوان نعوذ بالله امور بدعتی و شرکی خود ثابت بکنه، بسیار از چیسته از یک روایت موضوعی کار میگیره. حدیث موضوعی است. مستدرک حاکم او حدیث نقل کرده و بعد از امام ذهبی رحمت الله علیه در حاشیش تعقیب کرده سری و حدیث و گفته که موضوعی است. همچنان ابن کثیر رحمه الله او در بدایه و نهایه این حدیث ضعیف گفته. و حدیث چی رقم است؟ این مردما میگه توسل به ذوات فاضله جایز است، یعنی کسانی که صاحب قدر و قیمت است ما اگر واره وسیله مقرر کنیم درست است که بگویم برای فلانی و به حق فلانی و به برکت فلانی بگویم اینی مشکل مرا حل بکو. چرا؟ دلیل است که زمان آدم علیه السلام این حالت مرتکب شد، سرگردان میگشت، ناگهان نسرش افتاد بالای کی؟ در عرش کلمه را دید که لا اله الا الله محمد رسول الله. از الله سوال کرد که یا الله این کیست که نامی از این در عرش نوشته است؟
الله برش گفتی یکی از جمله اولادی توسته و از پیغمبرای برگزیده است. اگه این نمی بود چی میشد؟ من تو را پیدا نمی کردم. لولاک لما خلقت الافلاک. اگر تو نمی بودی من زمین و آسمان هم پیدا نمی کردم. بعد از آدم علیه السلام گفت که دو امت من تو شخصیت است، دست بالا کرد ای الله اغفر لی بحق محمد، به حق پیغمبر مرا مغفرت بکو. لیکن این حدیث چیست بگه؟ موضوعی است. امام ذهبی رحمه الله، شیخ الاسلام ابن تیمیه و همچنان شیخ البانی رحمت الله علیهم یا ناقدین حدیث است یا این حدیث موضوعی و ضعیف دانسته. این حدیث ثابت نیست و یکی مناقض است با امرای آیت قرآن کریم. در آیت قرآن کریم میگه که از الله چند کلمه را یاد گرفته و در سوره اعراف تشریح همی کلمات است. کدام است؟ ربنا ظلمنا انفسنا. قرآن چی درسای عظیم بر ما میده. یقینا یکی از راهایی که انسان مایوس میسازه و شیطان کامیاب میشه در دسیسه خود این میسته که انسان گناه بکنه، بعد از خود در موقف قرار بده که من هیچ بخشیده نمیشم و بالکل از رحمت الله مایوس شوه. اینجا شیطان بسیار خوش میشه. چرا؟ به خاطری که بنده را چی کرد؟ بگه فریب داد. لیکن نه، قرآن بر ما میگه هر قسم گناه را که کرده باشی ایره یقین داشته باش که اگر توی توبه واقعی و حقیقی را بکنی الله چیست؟ معاف کننده است. شرک که چقدر گناه سخت است، اگر تو توبه بکنی الله چی میکنه؟ معاف میکنه. دیگه گناه ها را خوب بگذار. از همون خاطر یکی از جمله سنگر مقابله با شیطان این میسته که شیطان همیشه تو را مایوس میسازه از رحمت الله. تو از رحمت الله مایوس نشو، رجوع به سوی کی بکو؟ الله تبارک و تعالی. برای ما واضح شد که ما بخشنده گناه هم کیست او گناه ها از کی طلب میشه بخششش؟ از الله، کسی دیگری نیست. پس مردمی که در پیرای پنجاب میرن میگه ما را معاف کو دائم گناه های ما را و میگه اینا معاف کردم، این گپ درست است یا نه؟ یک کسی از یک قوم بر ما قصه کرد. یک قوم در وطن ما و شما هم است. گفت یک مرده رفته بودیم، گفت بابا می گوش خود شنیدم که ملا صاحب وقتی در قبر تا شد چیزی را خواند و خواند و خواند، پس که بالا شد گفت گفتم جنت همی ترپر بود، همی ترپود، هیچ جای نبود، هیچ جای نبود همی جنت. گفت من شروع کردم خواندم یک سونی را کشیدم پدری تو را در جایش داخل کردم. همی قدر نمیگه که خو وقتی که یک نفر پدری از این جای پیدا شد ای باقی مانده ما چی کنیم؟ تباه و برباد هستیم. خو یا ایسته که او سونی کش است، سونی ها را میکشه او را داخل میکنه. الله رحم بکنه. چی تصورات و پنداشت های غلط و نادرست وجود داره. نصارا را ببینید میگه عیسی علیه السلام قربانی داده به خاطر ما، کلی ما معاف هستیم. یهود همی دعوا را میکرد میگه لن تمسنا النار الا ایام معدوده. امی پندارها در یه امت هم وجود داره. صاحب زاده و میازاده و آقا خیلا و آخونزاده و بچه مولا کلیشان فکر میکنه ما چیستیم؟ بگه بس دیگه علی جنت هستیم دیگه، هیچ سر و کار دیگه نداریم. نه، آدم علیه السلام وقتی که مرتکب خطا شده بازم رجوع به کی کرده؟ به الله. او دعا را از کی طلب کرده؟ از الله. برای ما درس شد که رجوع را به کی بکنیم؟ در هر مشکل خود به الله تبارک و تعالی. انه هو التواب الرحیم. یقینا امی الله نه کسی دیگه هو را کی میاره به می خاطر میاره، امی الله نه کسی دیگه التواب بار بار توبه قبول کننده است، الرحیم رحم کننده است. قلنا اهبطوا منها، ما گفتیم پایین بروی من از جنت جمیعا تمامیتان. فاما یاتینکم، اگر بیا براتان منی از طرف مهودن برنامه هدایت پیام توحید وحی، یعنی او قوانینی که الله تبارک و تعالی برای زندگی شما روان میکنه. فمن تبع، کسی که تابعداری میکنه هدایا از هدایت ما، فلا خوف علیهم، نیست ترس بالایش، ولا هم یحزنون، نیست این مردم غمگین. این را میگه فیصله حکیمانه. اول فیصله چی بود؟ حاکمانه بود. بری دیگه پایین بری، بس دیگه یکی به دیگه دشمن باشه، همونجا زندگی کنه. ای حالی دیگه فرمان نداد که چی طور زندگی کنه و چی باشه، آیا پس در جنت میرسن یا نه. اینجا فرمان حکیمانه الله تبارک و تعالی. حکیمانه ایمانا انسان گفت که در دنیا خو زندگی میکنی، خو اینجا مورد امتحان الله قرار گرفته. دو امتحان خو ناکام شدی فکرت باشه که در امتحان ناکام نشوی. این کدام امتحان است؟ فاما یاتینکم منی هدن، اگر آمد از طرف ما هدن
او برنامه و کارگزاری هدایت که خیلی عظیم است برای شما آمد. فمن تبع هدایه، کسی که تابعداری هدایت مرا میکنه. در اینجا الله هدایت نسبتش به کی کرده؟ به خود. او مراد از هدایت الله چیست؟ دو قول از مفسرین است، یا قرآن یا پیغمبر. اردوش درست است. در آیات های قرآن کریم هم پیغمبر هادی گفته شده و هم قرآن چی گفته شده؟ بگه هادی گفته شده. برای ما واضح شد که برنامه هدایت قرآن است یا غیر قرآن. پس کسی که بدون قرآن کسی دیگر را میگه من هدایت میکنم او را تصفیه و تزکیه میکنم، گپش راست است یا دروغ؟ دروغ است، قطعا دروغ است. چرا که هدایت در وحی کیست؟ الله تبارک و تعالی، در قرآن است. او میگه فمن تبع، نمیگه فمن تقلد هدایه، کسی که تقلید هدایت مرا میکنه. میگه کسی که تابعداری، یعنی به دلیل بر ثابت میشه یک حکم، به دلیل اونور تابعداری میگه و این میره اتباع میگه و این اصل دین است. مذاهب هر کدام کی باشه، 1000 مذهب باشه، اصل چیست؟ اتباع چی را میگه؟ تابعداری دلیل. بس تابعداری دلیل بکن خلاص. کلگی یکی هستن، کلگی در یک بند چی شده؟ بسته شده. خیر و خلاص. تابعداری هدایت بکن. الله چی میفرمه؟ فلا خوف علیهم، خوف بالایش نیسته. چرا خوف بالایش نیسته؟ یک کسی که کلی مامورات الله را انجام داده باشه و از منهیات خود نگاه کرده باشه، خوف داره؟ خوف خود کسی داره که امر الله را نپذیرفته باشه، مامورات الله را انجام نداده باشه، یا منهیات الله را نعوذ بالله مرتکب شده باشه، اونو خوف داره. او حزن هم نداره، غم هم نداره. غم وقتی آدم میکنه که بسیار چیزی قیمتی در دستش آمده باشه، بعد از دستش رفته باشه، چی میکنی ولی؟ غم میکنی که چرا از دستم رفت. برای انسان که در دنیا آمده تابعداری هدایت نکرده، آن چیزی که مناسب است که به خود کمایی کرده او را کمایی کرده. از او خاطر اونجا غمم چیزی که سرنوشت ساز بود، مفید بود، فایدمند بود، از این چی نشده؟ فوت نشده. از امو خاطر ولا هم یحزنون، این مردم ها غمگین نیسته. الله ما شما را توفیق بده که هدایت بدانیم، تابعداریش بکنیم، باز یقینا که باز غم نداریم. والذین کفروا وکذبوا، و کسانی که کفرو انکار کردن در دل خود، و کذبوا نسبت دروغ کردن به زبان خود، بیایاتنا با آیاتای ما، آیاتا امو احکامی که الله روان میکنه یک مانا، آیاتنا دلایل توحید و یک تاپرستی ما که اصل ریشه و بنیاد تمام دین است. وقتی که تکذیب و تکفیر کردن، اولئک اصحاب النار، مردم صاحبا ملازمین آتش جهنم هستند، هم فیها خالدون، این مردم در آتش جهنم همیشه است. چرا همیشه است؟ به خاطری که نیت و اراده از یامی نمیتور همیشه بود که ما همیشه انکار نعوذ بالله تکذیب میکنیم کی را؟ حق، آیات الله را. از او خاطر همیشه در جهنم هم باقی میمانه. قرآن فیصله کرد که دو گروه میشه. بعد از آمدن هدایت انسان ها به چند تقسیم میشه؟ چند گروه تقسیم میشه؟ دو گروه. یکی او کسایی است که به دل انکار میکنه، به زبان تکذیب میکنه که حق نیست، بس او مردم ملازمین جهنم است. لیکن طایفه دیگه مکمل تابعداری هدایت میکنه. تابعداری هدایت الله کیست؟ کتاب الله. کتاب الله کی تابعداریش میشه؟ بگوی که بخوانیم، بفهمیم، آشنا بسازیم چی پیام داره، چی گپا داره، چی احکام داره. نه ای که من حیث یک کتاب مرده بشناسیم شه خیر و خلاص، پیش مرده ببریم شه، اونجا دست قاد بگردانیم شه، در لوحه ها نوشته کنیم خیر و خلاص. نه، آلی از هدایات قرآن استفاده کو در زندگی خود، اونجا باز خوف و خطر سری تو نیسته، هیچ نوع خوف و خطر سرت آمده نمیتونه. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوفی بعهدکم و ایای فرهبون. دما قبل الله تبارک و تعالی خلافت آدم علیه السلام بیان کرد، در اینجا خلافت بنی اسرائیل بیان میکنه. نمونه عملی اولاد آدم علیه السلام، امو طایفه، امو قومایی که برای ما و شما خیلی نزدیک است و در حقیقت در تو را میگم دیوال تو بشنو، حکایات داستانای بنی اسرائیل است. خود درس به ما و تو امتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم میده. بله، مردم تابعداری هدایت الله را کرده، یعنی که هدایت الله را ذریعه و مکسبه دنیای خود گشتانده. کدام کار کرده؟ خب گوش بگیرید، عجیب درسای است در اینجا. بنی اسرائیل قومی است که بار انبیاء علیهم السلام زیاد در بینشان آمده،
امتیاز خیلی بزرگ داره، در سرزمین زندگی میکنه که شام است. آب و هوای از او خیلی معتدل، زمینی حاصل خیز است، قسم قسم میوه ها داره، در بینشان دعوتگرای حق خیلی زیاد آمده. این مردم کی امی شوکت و شانشان از بین رفت و کی نعوذ بالله مورد عذاب الله قرار گرفت؟ زمانی که علمایشان علما نشد، پیرایشان پیرا، عوامشان عوام نشد، پاچایشان پاچا نشد. خرابی از یا که شروع شد در بدری آمد. قرآن درسا بر ما میده اصل عامل بدبختی کیست؟ چرا یک قوم زوال سرش میآید؟ اینی حالات قرآن بر ما پیش میکنه و یک به یک قدم به قدم سری خود تطبیق کنیم که راستی هم اما حالتی که سری بنی اسرائیل بود سر ما وجود داره یا نه. بعد از او بر ما و شما واضح میشه که یقینا ما حق یا مسئولیت خود ادا کردیم و حق قرآن پوره کردیم. آن چیزی که الله در مورد دین سر ما حق داره او را ادا کردیم یا نکردیم، خود به خود بر ما معلوم میشه. بر ما معلوم میشه. بنی اسرائیل قومی است که نزدیکترین قوم به امت پیغمبر علیه السلام است. انبیاء علیهم السلام زیاد درش آمده. ادعای از این داره که ما خیلی راهیا با مستیم، کتابای آسمانیم قطعش موجود است. وقتی چرا اینطور دعوتگرای حق موجود باشه، کتاب موجود باشه، قوم از هر نگاه حاجات و مشکلاتشان تکمیل باشه، چرا این قوم ویران و خراب و ابتر میشه؟ اول سرچشمه خرابی از عالم شروع میشه. قرآن برای ما میگه یا بنی اسرائیل ای اولادی یعقوب علیه السلام. اسرائیل لقب یعقوب علیه السلام است. در قرآن کریم هیچ پیغمبر دو نامش ذکر نشده غیر از یعقوب علیه السلام، غیر از محمد رسول الله که نامای زیاد برش ذکر شده. او این نامم به خاطر ذکر میکنه که دمی اول این نام وارم علامت میکنه که شما داد میزنی که ما اولاد یعقوب علیه السلام هستیم. یعقوب علیه السلام خود نامش هم نام شرکی نبود، نام توحیدی بود. اسرائیل چی مانا؟ بنده الله. بنده کی؟ بنده مخلوق نه، بنده الله. شما چطور دعوا داری که ما اولاد یعقوب علیه السلام هستیم لیکن نامای اولاد تانام نامای شرکی است؟ امروز در امت پیغمبر علیه السلام همینطور نیست؟ داد از ایمان توحید میزنیم لیکن نام اولاد ما چیست؟ حسین داد، سخی داد، بگید دیگه شه زر داد، گل داد، دیگه کلش داد. عبدالرسول، عبدالحسین نام هست یا نه؟ دعوای توحید میکنیم، مسلمانی را نام ما از شرک نعوذ بالله هست میتونی یا نه؟ این سرزنش میکنه بنی اسرائیل الله کسی که یعقوب علیه السلام بنده الله است و شما نه. اذکروا نعمتی التي یاد کنی نعمتی مرا، التي امو نعمت انعمت علیکم که من انعام کردم بالای شما. اذکروا نعمتی، یاد کنی نعمتی مرا. یاد کردن نعمت چی فایده داره؟ دلیل میشه بالای قدرت الله تبارک و تعالی. یکی حس شکرگزاری در وجود انسان چی میشه؟ پیدا میشه. بنی اسرائیل این نعمتهای الله را فراموش کردی؟ اشاره کرد که نعمتها کلش در اختیار کیست؟ الله. خب بله نعمتهای الله خود زیاد است، آیا کرده یا نه؟ بله انعمت علیکم، انعام کردم بالای شما. و اوفو، پورا کنه بعهدی به پیمان ما. اوفی بعهدکم، من پورا میکنم پیمان شما را. و ایای فرهبون، خاص از ما شما بترسی، از عوام نترسی از ما بترسی. قرآن میگه سه دستور یا سه اوامر الله تبارک و تعالی در اینجا میده. اول دستور یادآوری نعمت الله تبارک و تعالی، نعمت مرد یاد یادتان بیا. چرا؟ به خاطر که نعمت الله سبب معرفت و حق شناسی الله میگرده. الله را خوب میشناسی که کدام ذات است. وقتی که معرفت الله برات حاصل شد، آلی شروع میکنی در دعوت. آلی یک ثانیه آرام نمیشینی، میگی که الله یک قدر احسان سرم کرده، ما چرا خو کنم؟ صحابه امی قسم نعمت الله را یاد کرده بود. زمانی که اسلام فرا گرفتن، بازه شب تویشانم شب چی بود؟ سنگر بود یا نبود؟ هیچ چیزی مانع صحابه شد که از دعوت باقی بمانه، از جهاد باقی بمانه؟ نه اولاد، نه زن، نه مال، نه زمین، نه جایداد، هیچ چیز هم مانع صحابه نشد. چرا؟ این نعمت اسلام ارزشش فهمیده بودن. این نعمت اسلام شما مینمی احساس انشالله پیدا میکنه. وقتی که عقیده توحید ارزشش شما پیدا کنه، یقین به الله بکنه، قلبتان برات میگه که
یک ثانیه پیش بعد من یک مسلمان دیگر را به این عقیده بیارم، دعوت بدم. عقیده انسان نمیمانه، وگرنه مبتلا و دوچار به این طور مشکلات ها میشی که هیچ پرسان نکن، روز و شب دغم میشه، خو عقیده تو را نمیمانه. میگه نه دعوت بده، خیر است، لط بخو، بندی شو، قتل شو، خو همین گپی حق به یک برادر مسلمان برسان. این عقیده اینمی طور میگه. اینی نعمته در کل نعمت های الله تبارک و تعالی. ما از وجودی خود کدم نعمت عقیده را چی میدانم؟ مقدم. الله برای من وجود داده بود که عقیده نمیداد چی به دردم میخورد؟ وجود میخورد؟ نمیخورد. در عمر انسان، در زندگی انسان، از عقیده صحیح کردن نعمت بزرگ دیگه نیست. از این خاطر شکرگزاری نعمت کدام است؟ هر نعمت شکرگزاریش مناسب همون نعمت است. دست نعمت است، شکرگزاریش نیست که کاری خیر توسط دست چی کنم؟ پس وقتی که عقیده صحیحه نعمت است، شکرگزاریش چیست؟ امی عقیده صحیحه از من منتقل شود در برادرم، در پدرم، در خواهرم، در عمیم، در قومیم، در همسایم، در کل اجتماع باید انتقال پیدا بکنه. دعوت باید شروع شود. نه خو نکنی. یکی از سخنای خیلی خوبی برادرای تبلیغ ما اینمیسته که وا میگه ما هر کدام ما باید دعوت بده. بوجی واره علما را میگه دانش بسته نکنی. مولا و مولا را میگه علم جمع کردی، بوجی دانش بسته کردی، چی فایده داره؟ راست میگه. دعوت بکو، عقیده صحیحه نعمت بزرگ است، دعوت بده. قرآن هم امیر میگه به نعمت الله معرفت الله حاصل میشه که الله کدام ذات است، و بعد از این نعمت الله و معرفت الله تو را وادار میسازه که به دین الله دعوت بدی. چرا مسئول هستی؟ خلیفه هستی یا نه؟ خلیفه روی زمین هستی، دعوت بدی به سوی حق، به سوی نافذ شدن احکام الله. دوم دستور فرمان الله چی میده؟ و اوفو بعهدی، وفا بکنه به عهد ما. چی مانا؟ لیکنی و نعمت ما که برای شما میه بی قید و شرط نیست، قید و شرط داره. و کدام است؟ و اوفو بعهدی اوفی بعهدکم. پورا کردن وعده های ما موقوف بالای پورا کردن وعده های شماست. امروز این سوال حل میشه. الله خو گفته و انتم الاعلون. شما چیسته؟ مرتبه تان بلند است، شما غالب و زور هستی. چرا ما امروز غالب و زور نیستیم؟ مرتبه ما بلند نیست، شرط پورا نکردیم. اونجا چیسته؟ و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر واقعا ایمان در شما بیا اعلاسته، اگر اعلون استه. اگر نیکی ایمان نباشه اعلون از کجا شوی؟ حقیقت ایمان در قلب ما آمده. ایمان امور رقم که قرآن تشریح میکنه در ما موجود است. از او خاطر داوام باید نکنیم. چرا؟ الله تبارک و تعالی نعمتهای خدا به شرط میده یا به شرط؟ به شرط داده. اینجا به بنی اسرائیل همیطور میگه و اوفو بعهدی، وفا کنه، پورا کنه پیمانی مرا. اوفی بعهدکم، پورا میکنم به وعده شما. وعده هایی که الله قطع الله ما کردیم کدام است؟ انجام دادن کی؟ نظام الله، برپا کردن نظام الله. خو الله باز چی میکنه؟ بگوی وقتی که نظام الله را برپا کنیم عزتمندی و بگوی غلبه را مکمل نصیبی کی میکنه؟ بگوی مسلمان ها میکنه. بس شرط وجود داره. سوم امر و ایای فرهبون، خاص از ما شما بترسی. خو چرا؟ در اینجا برات میگه در انجام نظام الله، در حاکم ساختن نظام الله از هیچ کسی هراس نداشته باشی. چرا؟ اگر از کسی هراس کرده نعوذ بالله باز عقیده سر ما خوب قوی نداری، کسی دیگری را ترجیح میدی که از ما کده چیسته؟ بگه از او میترسی. نترسی از کسی. فرمان الله است. اگر این نکته را ما در نظر بگیریم کلی احکام خود زندگی خود موافق سنت میتونیم یا نمیتونیم؟ بله توی بچه ماست، مردم خود طعنه میده کی ساز نگرفت، کی فلانی را این تو نکرد. نه، ما از کی میترسم؟ از قوم نمیترسم. مرده سرم شده، امو کاری را انجام میدم، امو کاری را انجام میدم که در سنت ثابت است. مردم میگه سرم یا نمیگه؟ مرده خود شلغم گور کرد، میگه نمیگه؟ توانمندی نداشت، مادری خود دوست نداشت، پدری خود چی نکرد؟ شلغم گور کرد. همینطور میگه نمیگه؟ لیکن تو از کی میترسی؟ از مردم نمیترسی. بس اگر این شعار انسان باشه حق واضح است. این شعار اول الله نصیب علما کنه. چرا پشتی سر الله موضوع علما را بیان میکنه
چرا؟ آب از اونجا خط است، خرابو از اونجا پیدا شده. اگر عالم غیر از الله از کسی دیگه نترسه و در تلویزیون پرزا آمد که رفلیدن چطور است، میگه سنت رسول الله است. اینی قدر حدیث دیش آمده. هر کس که میکنه عمل به سنت میکنه، جنجال پیدا میشه، مردم ها گوشایش خلاص میشه. نه نفاق است، نه شقاق است، نه تفرقه است. مردم ها که اعتراض میکنه که تفرقه است، تفرقه چی میشه؟ خود به خود گم میشه. مرده شده رفتی در سر جنازه، از پیشت کسی سوال کرد یا اونجا مردم علقشش ورداری چارپایی را، من که در جای جنازه میخوانم الحمدلله نمیگه پاس غال مغال هیاهوی است. در پغمان همینطور دوسیه مرده شده بود، همونجا رفتم یک حال از سر من، حالی دیگه هر کدامش میگه که سیکو این قدر سالا ما اسقاط کردیم این ملاگک پیدا شده، ملاگک اسقاط از بین برد دیگه. ما میگیم که نه، سنت طریقه کدام است، دین کدام است. بس نترس از مخلوق، از مخلوق نترس، از الله بترس. بس این بسیار مفید است. دعوتگر که این نقطه را نداشت قدم در دعوت مانده، بیای که حالی قرآن چی موضوع را بر ما برملا میکنه؟ و آمینو بما انزلتو، ایمان بیاره به او احکامی که من نازل کردم، به او توحیدی که من نازل کردم، به او کتاب و پیغمبری که من روان کردم، مصدقا لما معکم، که تایید کننده است لما برای او مضمونای عقیدوی اصولی معکم که امرای شماست. چرا اسلام نمیپذیره؟ اسلام خو همون دینی است که بالکل تایید میکنه همون دینی سابقی شما را. در موضوع عقیده مکمل دین و دین با هم چی بوده؟ انبیاء علیهم السلام یک مکتب و یک عقیده داشتن. توحید الله در هر تاریخ بوده، بله فرق در بین شریعت شده. انجام یک عمل، روزه را چه قسم بگیریم؟ امت پیغمبر علیه السلام یک ماه میگیره، لیکن بگوی یهود و نصارا با این سیستم نبوده، برای خود شیوه جدایی داشته مناسب حال امو وقت و امو زمان. اما اصل عقیده در یک تاریخ مخالف نبوده. از او خاطر پس این دین کدام دین جدید نیست، امو دین سابق، امو را تایید میکنه. یک مانا مصدقا، ایمان بره با آن چیزی که من نازل کردم، مصدقا که موافق است لما برای او صفتایی که معکم امرای شما در کتابای شماست. کدام دینی که آمده، کدام صفتی که برای دین بیان شده در کتابای شما بالکل موافق است. صفات پیغمبر، صفات دین، صفات قرآن. پس چرا شما چی نمیکنیم؟ ولا تکونو، نشوی شما اول کافر به، اول انکار کننده بالای اینمی نظام یا اینمی کتاب یا اینمی توحید الله تبارک و تعالی. شما اول نشوی. چرا؟ از جا که دخو مشرکین مکه وقت انکار کرده بود، اینجا چرا میشه؟ شما اول نشوی از حیثیت علم دانشمندیتان باسوادیتان در جمع بسوادا، شما اول منکر نشوی. چرا؟ مردم شما را میبینه باسواد هستی، دانشمند هستی، باز مردم هم انکار میکنه، گناه ازوام در گردن کی میشه؟ شما میشه. در مدینه منوره باسواد مردم کی بود؟ یهود بود. کی بود؟ الله برش میگه که شما انکار نکنی، این را تایید بکنی. چه عامل است که این را تایید نمیکنه و انکار میکنه؟ خودی از جا سفر اینمی یهودان به می خاطر بوده، در کتابای خود خوانده بود که پیغمبر آخر زمان محل هجرتش در بین کوی عیر و چی هست؟ عیر و ثبیر است. دو نام کوست در بین از او قایم مقام میشه. اینمی مردم از شام حرکت کردن، می آمدن طرف عربستان، حجاز، هر جای پرسان میکرد این کو چی نام داره، این کو چی نام داره. در اینجا که رسیدن که کوها را سوال کردن، همون نامای کو که در کتابای خودشان ذکر بود همینجا یافتن. بس همینجا چی کرد؟ سکونت اختیار کردن. چرا؟ با این خاطر که پیغمبر آخر زمان این جمعیه ما به همراهی پیغمبر یک جا میشیم و امت او پیغمبر خود شایسته ترین و افضل ترین امت است. ما در جمله امت خود چی میکنیم؟ شامل میکنیم. خو اینجا که آمدن اوس و خزرج مشرکین بودن، دو قوم است، اولاد دو برادر هستند، یا در بین خود جنجال و کشکال داره، خو بی سواد بودن. این مردم ها شروع کردن تاویز و تومار دادن. هر کدامی از یا یک پیری کلان شد. صحیح است نه؟ 20 نفر در یکی بود، 30 نفر در دیگه بود، 40 نفر در دیگه. قلنگای خود جمع کرده رایی بود از اوس و خزرج. فهمیده؟ جمع کرده رایی بود. اسلام که آمد، پیغمبر که هجرت کرد، کل صفات ها را یا در کتاب خود موافق یافتن. لیکن اینجا می گفتن اگر تایید کنیم این ملکی ما چی میشه؟
از بین میره. این دکانداری ما نه کلبه وای مشودیاره څنګه چطور شعر است پشتو نه قلبه بکن نه شودیار خدای بیدر کاپ تیار برات میاد ای از بین میره. از امو خاطر شروع کردن که عالی صفتای پیغمبر یا تغییر بده یا پنهان بکنه. گناه عالم چقدر است؟ گناه عالم میفهمی؟ عالم چقدر؟ سرنوشت کل جامعه در دسترس عالم قرار داره. اگر حقایق پوشاند سر مردم چی آورد؟ بگوی سر مردم تعمیه آورد. الله که علمای یهود بدیش بیان میکنه. اگر یا واقعیتایی که در کتاب خودشان بود ایره برملا میکرد به مردم، ملت یک ملت جور میشد یا 3 ملت جور میشد؟ یهود نصارا مسلمانا میشد یا کلش مسلمانا میشد؟ بگوی عامل تفرقه و بدبختی و 3 ملت جور شدن کی شد؟ عالم شد. عالم حقیقت پنهان کرد به مردم اصلا بیان نکرد. اگر بیان میکرد اختلاف نمی آمد. اختلاف می آمد. امروز عامل بدبختی و نفاق کیسته؟ نه بیان کردن علماست. علماست یا نیست؟ خیرو جناب محصل نبی سرمه اعتراض نکو، برو مخو بیان کرده رو استم، اما عالمی که بیان نکرده او را جاغیش بیگی. او مولی سیب امی 2 جوان که اینجا رفل یدین کرد ای دا دین است یا نه؟ الله برای ما بیان کو که ما قطعی نفرت نکنم، ما قطعی دشمنی نکنم، خیر است. او رفل یدین میکنم من نمیکنم. خردوی ما در یک صف شانه به شانه پای در پای چسباندیم استاد هستیم، پشت یک امام اقتدا کردیم. عامل اختلاف چیسته؟ خب گوشیتانه بگیری که قرآن چقدر مغز و ریشه تمامی بدبختی ها را برملا میکنه. و ای به خاطر چی؟ منفعتی 4 روزی کی؟ دنیا. که او دکانداری از بین میره. امروز که پیر صاحب به ترجمه قرآن تسلیم نمیشه و قرآن میگه که کتابی گمراهی است، نعوذ بالله، مرید خدا میگه نرو در ترجمه. چرا میگه برش؟ اگر در ترجمه بیا باز مرید سوغاتا را میبره پیشش، باز دستش لیسیده میره، گاهی هم نمیکنه این کاره. خواب گوشی تا بیگی مولا صاحب خوش نداره که مقتدیش در ترجمه قرآن ده. اگر بیایا مولا صاحب در مسجد میمونه یا نمیمونه؟ که برا پیشش مولا صاحب میگه چرا مرا یاد ندادی که سلام دور بدیم 3 دفعه استغفر الله؟ این خو خیلی آسان بود، ما گفتم میتونستم. چرا مرا یاد ندادی؟ دعایی که در قومه خوانده میشه چرا یاد ندادی؟ در بین 2 سجده میشه چرا یاد ندادی؟ ما تو واری مولا را دیگه کار ندارم. بخیر نه ترجمه قرآن میکنی نه درس حدیث. مولا صاحبم خوش نداره که مقتدیش در ترجمه قرآنی ما بیا. خوش داره؟ اوی کلی گپا به خاطر چی؟ 4 روز دنیا که من امامت کنم چی کنم؟ امامت کنم، حقایق پرت کنم. قرآن امیر میگه اینمی حقایق پرت کردن سبب بدبختی ملت ما شده یا نشده؟ ملت ما چرا قبر پرست باشه؟ چرا پیر پرست باشه؟ چرا درخت پرست باشه؟ اصلا نه، نعوذ بالله. چرا باشه؟ حقیقت بیان کو به مردم که قرآن چی بیان داره. قرآن علمای یهود میطور میگه چی میگه؟ و آمنو تصدیق بکنی ایمان بیاره به ما به او احکام انزلتو که روان کرده ایم مصدقا که موافق است لما برای امو گفته ها معکم که امرای شما در کتابای شما در مورد امی دین موجود است. ولا تکونو نشوی شما اول کافر به اول انکار کننده بالای ازی. چرا که مردم هم اقتدا سری تو میکنه. مولا صاحب که تو را میبینه که تو مخالفت از این ترجمه کردی، مردم عوام میگه البته یک چیزی دایی موجود است، از او خاطر مولا صاحبی ما نمیره. آلی تابیداری مولا را میکنه یا نمیکنه؟ نه، پیر صاحب که مخالفت ترجمه را کرد دیگه هم تابیداریش میکنه. ولا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا، نگیره نخره بی آیاتی به کتمان آیاتی، با پشت کردن آیاتای ما. ثمنا قلیلا، قیمتی چی را کمه؟ قیمتی کم چی مانا؟ دنیا کلش قیمتی چی است؟ دنیا را نگیریده کتمان آیاتی ما یک مانا. ولا تشترو، نخری شما نگیری شما بی آیاتی به تغییر آیاتی، به تغییر دادن آیاتای ما. صفتای پیغمبر در تورات انجیل یک رقم ذکر شده، شما او را چی میکنی؟ دیگر رقم تغییر میده. به خاطر که مردم سر پیغمبر ایمان نبیاره دکانداری ما از بین نره. همینطور است دیگه. ولا تشترو بی آیاتی، شما نخرید در مقابل به ترک العمل بی آیاتی، به ترک کردن عمل به آیاتای ما. عمل به آیاتای ما بکنی نکنی که عمل ترک کنی. 2 ولا تشترو بی آیاتی، شما نگیری بی آیاتی به احکام ما نگیری. وقتی که حکم بیان میکنی به مردم همونطور مفت بیان نمیکنی،
و او رام اگر آدمی مالدار باشه آسان برش بیان میکنه، اگر چی باشه رویدار باشه. زنا را 2 نفر کرده، خو یکیش پیسه دار است، دیگهش بگه فقیر است. پیسه دار هم میگه رویش اسیا کنه در مرکب سوار کنی خیر، لیکن فقیر چی میگه سنگسار کنیش. امروز تبعیض در قانون وجود داره یا نه؟ سری فقیر قانون تطبیق میشه، خرویدار تطبیق میشه. فقیر بیچاره اگر در زنا مبتلا شد در میدان چی میبرشه؟ در میدان میبره، لیکن بچه وزیر و بچه چیستا کلان بنگی برالا در روز تجاوز میکنه، هیچ چیز نمیگه، هیچ چیز گپ نیست. این کارا را نکنی. او علما این احکام الله یکسان است. اول مخاطبین در اینجا کی قرار داره؟ کی قرار داره؟ بگه علما قرار داره. علما سرنوشت ساز جامعه است. علماست که مردم خود بیدار میکنه، علماست که مردم خود هوشیار میکنه، علماست که رای حق و باطل برشان چی میکنه؟ تفکیک میسازه یا روان میشه. خو لیکن ای عالم به خاطر متاع دنیا، ملا صاحب چند سالت میشه؟ والا 10 سال میشه جای امامت میکنم. خود چی طور است؟ والا بدعت ها را کده رایست مولی صاحب چی طور کنیم؟ خود چرا بدعت بکنی؟ بگو به مردم به خاطری که از امامت مرا میکشه. اگر این گپ واضح بسازم باز مرا نمیمانه. الله تبارک و تعالی چی میگه؟ و ایای فتقون، الله میگه خاص از ما باید شما بترسی. ای رزق روزیتان، عزت و ذلتتان کلش مربوطی کیست؟ الله متعال است. از الله بترس، باز میبینی عزتمندی الله را. تو سری دین الله غیرت کو، به الله قسم که الله اینطور غیرتی ذات است، اینطور عزت برات نصیب بکنه که هیچ پرسان نکو. ما در عمری کم میخواد الحمدلله تجربه کردیم، سری خود تجربه کردیم. از مخلوق نترس، حق بیان که الله برات عزت میده. علمای یهود اینمیطور حالات سرشان آمده بود و اینی حالت گرفتار شده بود که یا چی شدن؟ بدبختی را در جامعه آوردن. اول بدبختی در بین مسلمان و یهود و نصارا چی شد؟ فرق شد. اگر او اوصافی که در تورات و انجیل ذکر شده بود و برملا میکرد، ملت یکی میشد یا 3 ملت یکی میشد. کلی سرچشمه بدبختی ها کی شد؟ علما. امروز هم سرچشمه بدبختی ها کیسته؟ علمایی که کتمان حق مطلقی علما نه، کتمان حق میکنه، واقعیت نمیگه، آن چیزی که مسئولیت داره برای جامعه ادا نمیکنه. اگر این علمای ما دلسوزی سری عوام خود بکنه، کلی مردم در یک خط قرار میگیره. در چند خط؟ الله توفیق بده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. برای دریافت سلسله درس‌های تفسیر قرآن کریم توسط استاد ابو عبیدالله متوکل رحمه الله با شبکه یوتیوبی مولانا متوکل رحمه الله وارد شوید.